به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز و گرامی، برادران و خواهران ارجمند، به صحبت آنلاینی استاد محیدین کبیری رهبر پیمان ملی خوش آمدید. استاد خوش آمدید. سلامت باشید برادر محمود جان. هموطنان عزیز، امیدوارم که صحت و سلامت هستید و شامتان بخیر بود. امروز استاد محیدین کبیری رهبر پیمان ملی و همچنین رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مورد آیا سیاست افلاس است صحبت خواهم کرد. و پیش از اینکه صحبت را شروع کنم یک دو چیز را میخواهم یادآور شوم. اول اینکه این صحبت آنلاینی در حال حاضر در ماهواره پیام تیوی و همچنین در رادیوی پیام در حال پخش است و همچنین از اون سوال هایی که برادران و خواهران در از صحبت های قبل تا امروز فرستادن، اون سوال هایی که به شکل مکتوب و نوشته شده هستند، اونها را انشاءالله استاد محیدین کبیری در برنامه خاص جواب خواهد داد. و در صحبت های آنلاینی از جمله صحبت امروز اولویت بیشتر به آنهایی داده می شود که به طور آنلاین، به طور زنده روبرو صحبت سوال و فکر و نظر خود را پیشنهاد کنند. استاد کبیری میخواهیم چند در مورد آیا سیاست افلاس و پلید است چند صحبت کنید و بعد اون انشاءالله به سوال ها و جواب ها انشاءالله خواهیم رفت. فرمایید استاد. خب، به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، چرا این موضوع را این دفعه در صحبت با شما انتخاب کردم؟ خیلی از زمان پیش همیشه در ذهن من این سوال چرخ میزد که چرا در جامعه ما و در دیگر کشورهایی که بیشتر کشورهای عقب مانده دیکتاتوری همیشه یک جمله رایج است در زبان مردم که سیاست افلاس است یا سیاست پلید است. این جمله را بعضا انسان‌های میگن من با سیاست کار ندارم. چرا؟ برای اینکه سیاست پلید است. یا حتی بعضی افراد هم که خودشون به واسطه با مشغول به سیاستن، سیاستمدارن، منصبی دولتی دارن، به این یا شکل با سیاست سر و کار دارن، اونا هم حتی این جمله را میگویند. و من بارها در این موضوع با افراد زیاد صحبت کردم، بحثا کردیم که آیا واقعا سیاست یک پدیده یا یک بخشی افلاس زندگی مردم و جامعه هاست؟ و سوال دیگر که آیا اگر واقعا هم سیاست افلاس است یا پلید است که مردم باید از اون پرهیز کنند، دور باشند، آیا افلاستر یا پلیدتر از دیگر بخش‌های زندگی ما هست، مثل اقتصادیات، مثل فرهنگ، مثل معارف، طب و حتی ورزش و کشاورزی و ساحه‌های دیگر؟ چرا من این موضوع رو انتخاب کردم؟ از روی مشاهده و ملاحظه‌های خودم و نه تنها از روی مشاهده‌های من، حتی من چند پیش یکی از تحلیل‌ها و تحقیقات دانشگاه اگزیتری بریتانیا را خواندم که در آنجا در تمام دنیا تحقیقات گذراندن و به این نتیجه رسیدن که در کشورهایی که عقب ماندن، دیکتاتوریان، مردم دانش و فرهنگی عمیق سیاسی ندارن، این فکر و این جمله خیلی رایج است و حتی تاجیکستان را و ملت تاجیک را یکی از سیاستگریزترین ملت‌های جهان نامیدن. اگر کسی میخواد بیشتر و عمیق‌تر در این موضوع مطالعه کند، مثلا مقاله پروفسور جان هدرشو، پروفسور دانشگاه اگزیتر رو در این باره بخواند و حتی یک مصاحبه هم دارد که متاسفانه ملت تاجیک را که از ملت‌هایی که از سیاست میترسد، میگریزد یا پرهیز میکند نامیده است. و چند سال پیش وقتی که من وکیل مجلس نمایندگان بودم، یک بحث‌های در اطراف بعضی قانون‌ها میکردیم در پارلمان. یک همکار بسیار معتبر و بابری هم گفت که یک پیشنهاد، یک ملاحظه عجیب گفت شما اگر در یک از سیاست دور میرفتید و سیاست مشغول نمیشدید، شاید که در یگان ساحه دیگر خیلی پیش میرفتید و رشد میکردید و این مشکلی که الان دارید برای شما به سرتون نمی آمد. گفتم پس سیاست مدار بودنی من یا با سیاست مشغول شدنی من
چه ضرر دارد؟ گونه خودتون را حیف میکنید، برای که سیاست بسیار یک چیزی پلید و افلاس است. آدم هر چقدر از سیاست دور باشد بهتر است. گفتم شما چی؟ پس شما که یک شخص معتبر هستید و سیاستمدار هستید، در جوش یا اوج سیاست هستید، پس چه ضرورت بود که در این افلاسی خود را آمیخته کنید؟ گو خب ما نفهمیده به این کار مشغول شدیم و حالا که دیگر دیر شده است، خودت جوانتر هستی. این تقریبا یک صحبتی شاید 15 سال پیش بود، در اول‌هایی که من وکیل مجلس نمایندگان شدم. شاید هنوزم برای خودت دیر نشده باشد. اتفاقا بعداً حالا بحثای کردم، نمیخوام وقت شما رو با بحثای خودم با اون نفر بگیرم، چون خیلی من نقطه نظری خود رو داشتم، ولی بعداً دیدم که همین نفری که من رو توصیه میکرد که من از سیاست کنار بروم چون سیاست افلاس است، نه تنها خودش در سیاست هست بلکه فرزندانش رو باز به سیاست آورد و باز در بخش وزارت امور خارجه که کار در وزارت امور خارجه در جوش یا در اوج سیاست بودن است. و دیدم که نه تنها از این افلاسی خودش کنار نرفت، البته افلاسی در ناخونک به قول خودشون، بلکه باز فرزندان و خویش تبار هم به این افلاسی میارن. اما وقتی که سخن درباره مردم میرود، وقتی سخن درباره دیگران میروند، حتما سیاست رو همچنین پدیده افلاس معرفی میکنن و این جمله سیاست افلاس است، از اون باید دور بود. بیشتر در همین کشورهای عقب مانده بخصوص پساشوروی معروف است و به ویژه باز در کشورهای فارس زبان. من همین دقیقاً این جمله رو از دوستان افغانستانی هم میشنوم، از ایرانی ها هم میشنوم و حتی در کشورهای مسلمانی هم بیشتر این جمله رایج است. و هر چقدر که کشور غیر دموکراتی، غیر آزاد و ملت عقب مانده تر است، این فکر و این اندیشه در شکل‌های گوناگون صدا می‌دهد. و من مشاهده هم این شد که بخصوص در تاجیکستان ما هم، نه تنها در جهان اسلام و نه تنها در کشورهای عقب مانده، در تاجیکستان ما هم بیشتر کسان طرفدار این جمله هستند و این جمله را بیشتر در ذهن مردم جا میکنن که خودشون میخوان این امور سیاسی، کارهای سیاسی و فعالیت‌های سیاسی را مونوپول کنن، منحصر به خودشون یا با یک دایره محدود بدونن و با هر بهانه، با هر شکل در ذهن مردم، در ذهن ملت این اندیشه را جا میکنن که سیاست افلاس است، نباید با اون مشغول بود، سیاست خطرناک است، باید که از سیاست کنار رفت. اگر یک نفر میخواهد که زندگی آرام داشته باشد، باید که از سیاست دور بشود. اما اون چیزی که دیگر اثبات شده است، مسلم است، نه تنها در تاجیکستان ما، در تمام دنیا، ملت یا انسانی که از سیاست خودش را دور میگیرد یا پرهیز میکند یا میگه سیاست افلاس است، بداند که نه تنها از سیاست دور بودن نمیتواند، بلکه سیاست از پس او میرود، با او همیشه هست و او را زیر فشار خود قرار میدهد. شما هر چند تلاش میکنید که از سیاست پرهیز کنید، بگریزید، سیاست همون قدر به سمت شما میرود و اگر واقعا هم باور دارد یک انسان که سیاست افلاس است، این افلاسی همیشه در پهلوی او خواهد بود و او دیگر توان این افلاسی را، یعنی این سیاست را از افلاسی پاک کردن نه تنها ندارد، بلکه بیشتر به یک سیاست افلاس و ناپاک غوطه‌ور می شود و همونطوری که الان در کشورهای عقب مانده هست. من چرا میگم که این یک تهمت بزرگ نسبت سیاست است؟ چون نه تنها به خاطر آنکه من سیاستمدار هستم، حالا تلاش میکنم که اون کسب خودم را یا اون ساحه‌ای که با آن مشغول هستم از این تهمت ها نجات بدیم یا پاک کنم، نه، فقط به این خاطر نیست. بله، من دیدم، مشاهده کردم که سیاست هم در خود افلاسی های دارد و اگر افلاسی ها نمی داشت، این پلیدی ها در سیاست نمی بود، ما این وضعیت رو در کشورمون نمی داشتیم. اما سوال این است که آیا سیاست واقعا هم از بخش های دیگری زندگی ما افلاس‌تر است؟ برای مثال بگیریم از معارف، از طب، از اقتصاد، از تجارت، حتی از ورزش هم گفتم. چرا من چندین سالها پرزیدنت فدراسیون هندبال یا توپ دستی تاجیکستان بودم و نه تنها در داخل کشور بلکه در سیمپوزیوم ها، در کنگره های بین المللی ورزشی شرکت میکردم. اصلا خود ورزش، حالا سیاست و اقتصاد و تجارت رو مونیم، من پیشتر تصورم این بود که چون ورزشکارا
واقعا انسان‌های نسبتاً پاکتر آیین جوانمردی را رعایت میکنن، چون در ورزش بالاخره باید که عدالت باشد، جوانمردی باشد و الحمدلله که هست. اما وقتی که کاری مسئله خودی ورزش نه، وقتی که در خود امور ورزشی انسان نگاه میکند میبیند که در اونجا هم دقیقاً همون مقدار افلاسی و پلیدی هست که در سیاست هست، در تجارت هست، در اقتصاد هست. پس آیا میشود گفت که ورزش پلید است یا افلاس است فقط به خاطر آنکه سودیه یا حکم مثلا ناعدالتی میکند، فقط به خاطر آنکه بازی‌های فوتبال، بازی‌های گوشتین خرید و فروش میشوند؟ مگر ما در کم داریم در سطح جهانی که واقعا اثبات کردن و جزا هم گرفتن افراد در بالاترین سطح که بازی‌ها رو میفروشند، بازی‌ها رو با پول حل میکنن. چند پیش دبیر کل فیفا سازمان بین‌المللی فوتبال آقای بلاتر علیه او برای کارهای کورپسیونی، فساد مالی پرونده باز کردن کدام از کشورهای اروپایی. یعنی فقط برای آنکه در فوتبال که محبوب ترین بازی ورزشی دنیا هست این فساد را یک ورزشکار یا یک مسئول ورزش کرد، آیا ما میتونیم بگیم که ورزش هم افلاس است؟ یا در تاجیکستان مگر کسانی که گوشتین میروند تماشا میکنند ما شاهد دهها و صدها سودیگی و حکمی غیر عادلانه نمیشیم در گوشتین؟ اما هیچ کس نمیاد بگه که ورزش افلاس است. میگن که این نفری که دست به جنایت زد، به ناعدالتی زد و این کاری افلاس را کرد او خودش را گناهکار میکنن. یا بگیریم در طب، مگر در طب یک ساحه بسیار پاک نیست؟ هم از لحاظ باید گیگینی پاک باشد و هم از لحاظ فلسفه و ماهیتش، برای اینکه حیات انسان در دست یک طبیب است و باید واقعا هم اون طبیب یک انسان پاک نیت، پاک طینت و پاک دست باشد، چون که سلامتی انسان در اختیار است، جان انسان در اختیار اوست. اما ما مگر حادثه ها را کم دیدیم که یک طبیب ناپاک، یک طبیب مثلا به مسئولیت چی کارهایی میکنن، چی کسانی حتی میان در ساحه طب وزیر میشوند، مسئولیت رو میگیرن. در تاجیکستان کرونا ویروس اوج کرده است، وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که نه در ما کرونا ویروس نیست و این کسانی که مرده ایستادن از پنیومونیا یا از التهاب شوش از دیگر کسالی‌ها میمیرن. پس در اینجا کی گناهکار است؟ طب افلاس است یا اون طبیب شخصی فاسد است، شخصی افلاس و پلید هست؟ اون وزیر، اون نفری که این مسئولیت این ساحه را در دست دارد. یا مثل همین در معارف، مگر در تاجیکستان دیپلم‌ها خرید و فروش نمیشوند، بها خرید و فروش نمیشود؟ مگر با اعتراف خود مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت فساد زده ترین ساحه تاجیکستان معارف است؟ حالا این حرف دستگاه پرزیدنت است، حرف من نیست. نگفتن در اون تحقیقاتشون که فساد زده ترین یا افلاس ترین ساحه تاجیکستان مثلا سیاست است، گفتن ساحه معارف است. اما کی میگه که معارف افلاس است یا کی میگه که معارف پلید است؟ بلکه میگن که کارمندان این ساحه فساد زده هستند. پس خودی ساحه، خودی سمت فعالیت نه افلاس است، نه پلید است، نه فاسد، بلکه انسان هایی که در اونجا مشغول به این کار هستند میتونن انسان ها افلاس باشن. همونطور که در ساحه معارف، در ساحه طب، در ساحه ورزش، در اقتصادیات، در بازار، در همه جا، در تجارت انسان های فاسد هستند، انسان های حرامکار و حرامخور هستند، همچون که انسان های پاک هستند. مگر ما کم داریم معلم پاک و پاک دست یا طبیب حاذق با انصاف، ورزشکار یا حکم عادل که در پهلوی یک انسان فاسد عمل کرده ایستاده است؟ دیرکتور مکتب برای مثال پاره‌خور است، ولی یک معنی ندارد که همه معلمان در اون مکتب فساد زده هستند. یا وزیر فساد زده است یا مدیر بیمارستان، معنی ندارد که همه طبیبان. همونطوری که در ساحه میلیسیا، در ساحه امنیت، پروکراتوره. اما سوال این است که چرا تمام جنایت ها، تمام افلاسی ها یک ساحه را به نام افرادش یا به نام فرد یا یک گروه معرفی میکنند و اون جنایت را در نام اون ثبت میکنند؟ اما وقتی که در سیاست گپ درباره سیاست میرود حتما میگن که
سیاست فاسد است و افلاس است و پلید است، باید که به این مشغول نشد. من برعکس نظرم این است که باید یک انسان آگاه، یک ملت بیدار باید با همون باوری که ما باور داریم که اصولاً ذاتاً بنیاداً نه معارف، نه اقتصاد، نه طب، نه ورزش، نه فرهنگ، هیچ ساحه دیگر ذاتاً افلاس نیست، بلکه انسان‌هایی که در اونجا کار میکنن افلاسن. در سیاست هم همین گونه است و باید همین خیر رفتار کرد. چون که اگر ما این تصور رو نداشته باشیم، ما نمیتونیم ساحه معارف رو از انسان‌های ناپاک تازه کنیم و ساحه معارف رو بسپاریم به دست انسان‌های پاک. ما نمیتونیم ساحه طب رو پاک نگه بداریم. برای چی؟ برای آنکه ما تصورمون اصولا همین است که نه، ساحه طب افلاس است، در اینجا خرید و فروش دارو هست و مثلا منصبا هست و پنهانکاری هست. مثلا یک طبیب میاد فقط به خاطر آنکه از اپتیک شناسش یا اپتیک خودش دارو بخرد یک ریسپت غلط مینویسد. یا ساحه معارف هم همین، یا ساحه دیگر. پس ما نمیتونیم این ساحه رو پاک کنیم. همین طور اگر ما به این اعتقاد، به این باور نباشیم که سیاست هم ذاتاً پاک است، بنیاداً پاک است، اما افراد و سیاستمداران افلاس می آیند و این ساحه بسیار هم مهم برای یک جامعه، برای یک کشور رو فاسد میکنن، افلاس میکنن. و از همه عجیبش که خودشان هم میان با این سیاست‌های فاسدشان این ساحه رو بدنام میکنن، این قسمی از زندگی، قسمی مهم زندگی مردم رو فاسد میکنن و بعد میگن که سیاست افلاس است. شما عامه مردم، ما غم شما رو میخوریم، ما دلمون با شما میسوزد. بخصوص باز به آدمای دیندار میگن چون دین پاک است و سیاست افلاس، باید که دین رو با سیاست آمیخته نکنیم. اتفاقا دین در همین جا برای آن ضرور است که همین سیاستی که شما افلاسش کردید از این افلاسیا پاک کند. حالا به معنی آن نیست که فقط دین یا دیندارها میتونن سیاست را پاک کنن از این افلاسیا، بلکه بعضن یک دیندار فاسد و بی انصاف نه تنها سیاست را هم فاسد میکند، بلکه خود دین را هم فاسد میکند. من اتفاقا وقتی که درباره ساحه‌های دیگر گفتم، به معنی آن نیست که افلاسی و پلیدی در ساحه دین نیست، مگر اون امام خطیبه که بجای آن که بیاید سخن پیامبر و قول پروردگار را در منبر مسجد بگوید، وقتی که میاد تهمت علیه یک برادر مسلمانش میپراکند یا میآید یک متنی را که دادنش در اختیارش دادن مجبورش میکنن که بخوان، این را میخواند. مگر این اسلام درست است؟ اسلام پاک است؟ امام خطیبی پاک است؟ یا ادامه همون سیاست ها یا رفتارهای افلاس و پلیدی است که در همه ساحه‌های دیگر کشورمون وجود دارد. پس وقتی که یک جامعه رو فساد عمومی فرا میگیرد، مطمئن باشد که در سیاستش هم این افلاسی است، در رفتار دیندارها و مسئولین ساحه دین هم هست، در طب و معارف و ورزش و تمام این ساحه ها را فرا میگیرد. حتی فرهنگ که باید که پاکیزه ترین بخشی زندگی یک ملت، یک کشور باشد، شما میدونید که چقدر در اونجا افلاسی ها هست. یعنی خود فرهنگ که یک پدیده، یک ساحه بسیار پاک است، پاکیزگی رو باید که شعار خود قرار بدهد. اما اگر در ساحه فرهنگی تاجیکستان این افلاسی ها نمی بود، مگر برزا عبدالرزاقوف بهترین رژیسور تاجیک و معروفترین رژیسور تاجیک و آسیای مرکزی در هجرت قرار می گرفت؟ مگر شرایط کاری پیدا نمیکرد که در داخل تاجیکستان این فعالیت خود را برای ملت خودش ادامه بدهد؟ پس معلوم شود که نه در فرهنگ افلاسی است، بلکه در ساحه فرهنگ، در فعالیت مسئولین فرهنگ، در اون کسانی که سیاست فرهنگی تاجیکستان را معین میکنن، در اونجا هم افلاسی دارد. پس ما و شما باید چیکار کنیم؟ ما و شما هموطنان گرامی باید با این باور باشیم که هیچ کدام از این سمت‌های زندگی ما افلاس نیست، پلید نیست، بلکه افراد هستند که این پلیدی خودشان را، افلاسی خودشان را به این بخشی از زندگی میارن و اون را آلوده این افلاسی ها میکنن. پس چی باید کرد؟ حالا در این شرایطی که ما و شما داریم، من پیشنهادم این است و این پیامم برای ملت این است و اصلا ضرورت این صحبت رو هم در این دیدم که
یک ملت آگاه از آن جمله که ملت تاجیک الحمدلله که قدم به قدم به سمت بیداری و آگاهی رفته ایستاده است، بیاید به طور فعال وارد سیاست شود و اولش که این جمله را کاملا رد کنند، انکار کنند که سیاست پلید است، افلاس است، بلکه بگویند که سیاستمداران افلاس است و ما و شما وظیفه داریم بیاین سیاست را از دست این سیاستمداران پلید یا افلاس بگیریم و به دست افراد صالح بدیم تا اینکه تمام امور زندگی کشور و ملت اصلاح شود. زیرا سیاست مهمترین بخش زندگی ما و شما هست. اگر این مهمترین نمی بود، اساسی ترین نمی بود، کسانی که در اوج سیاست هستند و امور سیاسی در دستشون هستند این را نمی اومدن در ذهن مردم جا میکردن که سیاست افلاس است و شما از این افلاسی کنار بروید. خودش وکیل مجلس نمایندگان می شود، خودش وزیر می شود، خودش رئیس ولایت و رئیس ناحیه می شود، خودش وزیر و رئیس جمهور می شود، فرزندان خود را در کارهای سیاسی میارد جمع میکنه در اطرافش، بعد به ملت به جامعه میگوید که سیاست افلاس است، شما نزدیک نشوید، سیاستمداران افلاس هستند. من فکر میکنم که این هم تهمت است به سیاست، هم یک کلابی و یک دروغ خیلی هم شاخدار هست، بزرگ هست که میخوان توسط این حرفا سیاست رو در قبضه خود بگیرن و با مردم عادی بگن شما مشغول شد با همون کارهای تجارتی خودتون، با کشاورزی، با هجرت، مهاجرت بروید در روسیه کار کنید، اما سیاست رو با ما بگذارید. چرا؟ برای اینکه ما میخوایم که شما در اون پاکی قرار بگیرید. مهاجر پاک باش، از سیاست دور باش در همون، ولی به خبر از اون که مهاجری بیچاره تاجیک شب و روزش در داخل پدول و در وگان ها در افلاسی زندگی کرده ایستاده است، اما اینها در قصرهای زیبا، در خانه های پاک، در عیش و عشرت، ولی در همون کسبی که از روی گفتی خودشون افلاس است. خب نه، وظیفه ملت دیگر این است که بیاید هم سیاست رو از دست این آدمان افلاس که هم سیاست رو افلاس کردند و هم مردم رو فریب میکنند بگیرد، به دست انسان‌های صالح بدهد و این انسان‌ها را هم کنترل کند که اینا هم فاسد نشوند. چون تمام امور، چه سیاست است، چه اقتصاد است، چه تجارت است، چه معارف است، اگر در زیر کنترل ملت و مردم نباشد، شما بهترین انسان رو هم بیارید در اونجا مسئول کنید و فاسد میشود. پس شرط اساسی و خلاصه گپ این است که مردم بیاین خودشون وارد امور سیاسی شوند، در سیاست فعال باشند، شبانه روزی فعال باشند. شرط نیست که همه سیاستمدار شود، ولی شرط هست این است که همه با سیاست در چارچوب اون فعالیت‌های خود مشغول باشد. اگر انتخاب کننده است برود رأی بدهد، اگر لازم است با کسی رأی بدهد که انسان صالح است. ولی یک کس بگه که من با سیاست کار ندارم، من از سیاست دورم، پس معنی را دارد که سیاست، ورزش، فرهنگ، معارف، طب، تجارت و همه ساحه‌های زندگی ما همین گونه افلاس باقی خواهد ماند. حالا انشاءالله امیدوارم که در این چند دقیقه که با شما صحبت داشتم خود اصل مطلب را گفته باشم، چون وظیفه من اینم نیست که تمام بخش‌های این موضوع را امروز مطرح کنم، فرصت هم زیاد نداریم. انشاءالله در رفت صحبت، سوال و جواب باز پهلوی دیگر این مسائل را با کمک شما روشن‌تر خواهیم کرد و من برادر محمود جان در اینجا صحبت خود را به انجام میرسانم و آماده سوال و جواب شماست. سلامت باشید استاد. حالا صحبت رو به دیگران میدیم. من چند وقت بیشتر با یکی از همون وقتی که در تاجیکستان بودیم 2014-13 با یکی از همون مسئولین مرکز تحقیقات صحبت کردیم. اون از این شکایت میکرد که در تاجیکستان همه سیاستمدار شده است. شاید برعکس حالا اون گفته که شما از هدرشاه گفتید، میگویند که در تاجیکستان بیشتر همه به سیاست مشغول هستند و حالا خود شما هم استاد در صحبت‌هایت مردم را دعوت میکنید که اعتراض کنند، مثلا به قیام مردمی هم دعوت کرده. یعنی همین به این معنا است که مردم بیشتر در سیاست باشند، در حالی که مثلا سیاست راه خودش دارد، باید یک چیزایی، یعنی یک سیاست خودش یعنی یک هنر است که هر کس همه نمیتواند. مثلا در کشورهای اروپایی مثلا معلم اصلا دیگر با سیاست کار ندارد، اونی که شوفیور هست هر کاری میکنه
بیشتر همون کار خودش میکند و فکر نمیکند که سیاستمداراش چه کار میکنن و بسیار معلومات زیاد هم ندارن از سیاستمداری و سیاستمدارانشون. یعنی شما به نظر شما چی است؟ آیا واقعا خیلی که اون مسئول مرکز تحقیقاتی گفت که همه در تاجیکستان به سیاست مشغول است و باید این خیلی نباشد، باید این سیاست هنر خودش دارد و باید بعضی کسا سیاست وارد شوند و نه همه. آیا شما فکر میکنید که همه مثلا در برابر این همه در سیاست وارد شوند، همون چیزی که دعوت میکنید که مردم باید از حقوق خود دفاع کنند، از مسائل دیگر و بنویسند، بگویند، در برابر ظلم بیستند، همین خودش مردم رو به سیاست کشانده نیست؟ بله محمود جان، من نظرم این است که مردم باید فعال باشه در سیاست و پیشتر هم گفتم که شرط نیست که همه سیاستمدار شود. شرکت هر انسان به سیاست در شکل‌ها و قالب‌های گوناگون میتواند صورت بگیرد. یکی سیاستمدار می شود مثل ما که دیگر رهبر یک پیمان ملی تاجیکستان یا حزب سیاسی، او دیگر یک شخص سیاستمدار است. وزیر، رئیس ولایت، رئیس جماعت، یک دیپلمات، یک کارمند حکومت، این دیگر سیاستمدار است. اما مردم باید یک گروه دیگر اینا سیاستدان باشند. شرط نیست که همه سیاست مدار باشد، ولی سیاستدان بودن مهم است. چرا باید یک انسان آگاه سیاستدان باشد؟ برای آنکه سیاستمداری به انصاف رو فریب نکند. اگر یک انسان و یک ملت به سطح سیاستدانی میرسد، دیگر سیاستمداران اون کس رو فریب کرده نمیتونند، بازی کرده نمیتونند با او. بنابر همین بخصوص برای ملت ها و کشورهایی که در حالت بحران قرار دارند. ببینید دوستان عزیز، یک مسئله دیگر این جامعه شناسی است. هر قدری که در یک کشور رفاهیت بیشتر است، آبادی و پیشرفت بیشتر است، همون قدر سطح شرکت مردم عوام در سیاست، در امور سیاسی کمتر می شود. سالهای پیش از سالهای شاید آخری 90 بود، 98 99 وقتی که اعضای کمیسیون آشتی ملی بودیم، یک سفر به امریکا داشتیم ما. در اونجا به یک اپروس را گذراندن، نتیجه شد من در کدام گازت آمریکایی خواندم. پرزیدنت عمل کننده اون وقت کلینتون بود. از آمریکایی‌ها پرسیدن که یک سوال عمومی از عامه مردم پرسیدن که چند پرزیدنت کشور، پرزیدنت عمل کننده کشور کی است؟ 17% آمریکایی‌ها غلط گفتند. یعنی نام پرزیدنتشون رو غلط گفتن. اصلا یک مقدار ریگان گفته است، یک قسم کارتر، یک کسی دیگر بوش پدر رو گفته است، کلامی رو. بعد نتیجه محققان این شده است که چرا مردم حتی نمیدونن پرزیدنت کی است؟ برای آنکه کارشون به حکومت نمیافتد. معلم است، دکتر است یا هر کار دیگر دارد، راننده اتوبوس است، او هم کاری خودش رو میداند. اصلا نه پروای تلویزیون دارد و میرود کار میکند برمیگردد. از روی طرز زندگیش به سیاست کاردار نیست. اما اپروسی که اون رای پرسیه که در این سالهای آخر در امریکا گذراندن، در وقت ترامپ، جناب ترامپ، تقریبا 95-96% مردم امریکا الکی میدونن پرزیدنت کی است، فعال هستند. برای چی؟ برای آنکه امریکا در یک بحران سیاسی قرار گرفت. یعنی هر چقدر که یک کشور، یک ملت بحرانی شود، همون قدر به طور طبیعی باید اون ملت آگاه به سیاست رو بیارد و بار اول حتی در شرایط پاندمی، در همین انتخابات اخیر بایدن و ترامپ، شماره اشتراک کنندگان در انتخابات بالاترین در تاریخ انتخابات‌های آمریکا در این 50-100 سال اخیر بود. چرا؟ برای آنکه ملت آمدن گفتن اگر در سیاست اشتراک نکنیم تقدیر ملت از این بدتر می شود و آمدن ترامپ رو یا جایش رو عوض کردن با بایدن دادن. اما در کشورهای عقب مانده غیر دموکراتی هر چقدر بحران زیاد شود، هر چقدر قشاقی و عقب ماندگی زیاد شود، همون قدر مردم از سیاست میگریزند. چرا؟ برای اینکه سیاست خطرناک می شود. با سیاست مشغول شدن خطرناک می شود برای آزادی، برای امنیت، برای آرامش. چون حکومت‌های دیکتاتوری هر انسانی در سیاست فعال را یا زندانی میکند یا مهاجر میکند یا او را دشمن اعلام میکند. بنابراین در کشورهای دموکراتی اگر وضع بحرانی شود، سطح شرکت مردم در سیاست بیشتر می شود. در کشورهای عقب مانده دیکتاتوری هر چقدر وضع بحرانی شود،
همون قدر مردم از سیاست دور میروند، چون که از سیاست میترسن. حالا بیایم این قاعده یا فرموله جامعه شناسی یا سیاست شناسی است. حالا بیایم ببینیم اگر تاجیکستان، ملت تاجیک چگونه شده ایستاده است، یعنی در انتخابات ها مردم به تفاوت هستند، اینقدر تبلیغ میکند حکومت، اینقدر فشار میارد که مردم اتوبوس تشکیل میکنند، خوراک تشکیل میکنند، موسیقی تشکیل میکنند در اوچسک انتخاباتی. برای چی؟ برای که در همون روز انتخابات مردم فعال باشند، همچون به یک معرکه عاموی و توی و رقص و بازی بیان. اما در 5 سال دیگر بعد از انتخابات مردم باید که آرام باشند، به سیاست کاردار نشوند و این یک خود فریب کنی و مردم رو فریب کردن است. اما در کشورهای دموکراتیک ببینید در اوچسک‌های انتخاباتی نه آش است، نه دیگی آش، نه موسیقی است. مردم خودشون با احساس مسئولیت سیاسی برای آینده ملتش میاد به این یا آن حزب یا نامزد رای میتید. اما در تاجیکستان یا برای همون رقص و بازی یا برای هم آش خوردن یا اینکه برای اینکه رئیس جماعت هست و نیست کرده ایستاده است که کی در انتخابات شرکت کرده یا کی نکرد. بنابراین اگر از روی این معیارها بهاگذاری کنیم پس معلوم میشد که تاجیکستان و ملت تاجیک در کجای کار در مناسبت با سیاست قرار دارد. صدات خاموش است محمود جان. استاد یک چیزی که هست در عموم همه ساحه‌ها در همه ساحه‌ها فساد هست، ولی انصافا باید قبول کنیم که سیاست بیشتر چهرهش سیاه‌تر است، افلاس‌تر می‌ماند، بخصوص در کشورهای شرقی. چرا چنین است که بیشتر به طور عموم از شاعرها دیگه از همه سرکنن می‌بینیم که چهره سیاست پلیدتر و افلاس‌تر میتابد، یعنی در کشورهای مثلا شرقی. چون نه تنها در کشورهای شرقی، در تمام دنیا سیاست ربطی مستقیم به قدرت دارد و قدرت یک پدیده است که همه رو به خود جذب میکند. حالا فرق ندارد این قدرت اقتصادی، قدرت مالی، قدرت رسانه‌ای و قدرت سیاسی، حتی قدرت نظامی هم تابع به قدرت سیاسی است. همه این قدرت ها سرچشمه میگیرند یا به شکل تابع قدرت سیاسی هستند و چون خود سیاست ربطی مستقیم به قدرت دارد، در اینجا رقابت زیادتر است، در اینجا مبارزه آشکارتر است، در اینجا کشتارها هست، در اینجا فریب و نیرنگ است. همین تاجیکستان خودمون رو در همین 20 سال اخیر ببینید، از روی قدرت سیاسی جنگ شهروندی شد، برای قدرت سیاسی این صلح و سازشنامه و بعد خیانت به صلح و این همه حادثه ها شد. همین حکومت به خاطر حفظ قدرت در دست خودش و یک خانواده دست به چه کارها زده ایستاده است و وقتی که این آشکار است و این روشن‌تر هست مردم همین رو میبینن، ولی مردم اون در پس پرده مثلا اون رقابت‌های اقتصادی تجارتی هست، یا برای مثال اگر همون افلاسی که در ورزش است اون کارهای ناعادلانه، این برای یک کارهای خیلی محدود و در بین همون ورزشگرا هست، به همین تمام شد رفت. اما وقتی که یک افلاسی در سیاست است، در قدرت هست، این دیگر تقدیر همه ملت از اون وابسته است، به همه ملت ربط دارد. بنابر همین این در چشم مردم بیشتر نمایان است، آشکارتر است و مردم ها بیشتر درباره افلاسی های سیاست گپ میزنند. اما چرا در شرق این بیشتر هست؟ برای آنکه همین سیاست افلاس، کشتار، انتخابای دروغین و جمع کردن قدرت در دست یک نفر یک خانواده، از پدر به پسر و از پسر به نبیره میراث گذاشتن قدرت و منصب بیشتر در شرق است. برای همین این افلاسیا بیشتر در کشورهای شرقی و عقب مانده به چشم میخورد ولی من حالا باز تکرار میکنم به این باور نیستم که حالا از لحاظ حجم شاید که یا تاثیر افلاسیای سیاست تاثیر بیشتر به حیات مردم دارد، اما از لحاظ شماره، از لحاظ پهنشوی این افلاسی و فساد من فکر نمیکنم که در سیاست از همه بیشتر باشد. برعکس در اون ساحه‌های بیشتر وجود دارد که دیگر از چشم پنهان هستند. مثلا افلاسی یک سیاستمدار در چشم رسانه هم هست، در چشم دیگر رقیبان هم هست، اما از کارهای افلاس، از این پاره‌خوری، پاره‌دهی، ساحه‌های دیگر مثلا معارف و طب و خواجگی قشلاق و ورزش کم آدمان خبر دارند. چرا؟ برای اینکه در
یک محدوده تنگتر و با اشتراک آدمان کمتر اون صورت میگیرد و وظیفه ما این است که اگر بیایم سیاست رو از این افلاسیون پاک کردیم، من مطمئنم که این به ساحه های دیگر و بخش های دیگر آهسته آهسته انتقال خواهد یافت. بسیار خوب. حالا از برادران و خواهرانی که در استودیو هستن از اونها خواهش میکنیم که صحبت کنند، ولی یک خواهش که بیشتر به همین موضوع مستقیم یا غیر مستقیم به ربط داشته باشد باز بهتر. جلالدین برخی بفرمایید. بعد اون احمد جان. سلام علیکم استاد گرامی آقای محیدین کبیری. و علیکم سلام. امیدوارم که استاد خانه آباد و تنصیحت هستین. سلامت باشید برادر عزیز. الحمدلله میبینید خوب و سلامتید. خدا را شکر. انشاءالله ما هم دعاگاه هستیم. شما هم خوب و سلامت باشید در هر کجای باشید. الحمدلله خوب هستیم. انشاءالله که دعاگاه هستیم در حق همه مبارزان وطن. و سوال من چنین است آقای محیدین کبیری، بعضی از کارشناسان و حتی بعضی از ژورنالیست‌های تاجیکستان بر این نظر هستند که حکومت رحمانوف اگر دیر دوام کند 2 سال یا 3 سال دیگر دوام میکند. خب این وضعی که امروز مردمی تاجیک دارند و این سیاست هایی که با گفت خودش خیرتمندانه رحمانوف و وضع مردم نگاه کنین، فکر اندیشه شما چی است؟ آیا درست است که شاید 2-3 سال دیگه دوام میکند در حکومت خودکامه ما یا دیر خود دوام خواهد کرد؟ من همین سوالا میخواستم از شما بفهمم. بله، منم با این نظرها شناسم، بسیار میشنوم. حتی در بین ما مخالفین و مبارزین وقتی گاه در این موضوع صحبت میکنیم، برخی از دوستان میگن که من مثلا 5 سال دیگر میکنن که عمر حکومت رحمانوف 5 سال مونده است. برخی دیگر میگن نه 2 سال 3 سال. برخی دیگر هست که نه، اصلا میگن که دیگر با این شرایطی که هست و با این وضعیتی که با وجود آورده است، مثل کره شمالی همون خیلی کالا 50 سال هست که یک از پدر به پسر میگذرد و ملت رو به اون حال آوردن. در تاجیکستان هم میگن همین میشه، یا مثل ترکمنستان یا کشورهای دیگر. در مسئله سال چند سال دوام میکند، من آشکار میگویم که خودی من شخصا یک رقمی مشخص رو گفتن نمیتونم و اصلا نباید این رو هم مشخص گفت، اما میشود حدس زد یا تخمین کرد که تقریبا حالا این رو در امور اقتصاد میگن یک کریدوری مثلا مالیوی یا اقتصادی باید باز کرد. در سیاست هم یک کریدور باید باز کنیم که مثلا از کریدور زمانی بین مثلا 3-5 سال تا 7 سال میتواند این حالت رخ بدهد با نظرداشتی اون رویش و تندنسی که هست، اون سرعت تغییریابی حادثه ها. سال 2018 مثلا من پیش بینی میکردم که این چیز میتواند در 10 سال اتفاق بیفتد، اما یک بار در بین سالهای 2019 تا 2021 سرعت تغییریابی وضعیت هم در داخل کشور و هم در داخل ملت، آگاهی ملت، بیداری ملت از پروگنوزهای ما قوی‌تر و با سرعت‌تر شد و حالا من پیش بینیم یک کمتر فرق میکند که میتواند این سرعت یا مدت کمتر باشد، اما باز خداوند خودش دانا هست، این را هیچ کس پیش بینی کردن نمیتواند. شاید فردا میشود همین کار. بعد در بعضی کشورها معمر قذافی، چون من هم به اصطلاح شرق شناس و عرب شناس هستم، من سیاست عالمی عربی رو پیگیری میکردم، در تونس، در الجزایر، در مصر، در لیبیا چی خبر است. معمر قذافی، نه تنها خود قذافی بلکه تمام سیاست شناسان میگفتن که اونقدر قوی هست، اونقدر مسئولیت کشور و لجام ملتش رو در دست گرفته است که اصلا در کشور هیچ آدمی زنده نمونده است و همه را نابود کرد، همه را زندانی کرد. حتی معمر قذافی اجازت نمیداد که یک آوازخوان را اگر کمتر معروف میشد او را از صحنه دور میکردن. یک فوتبال باز در لیبیا اگر معروف میشد او را از فوتبال دور میکردن. تیم ملی یا کماند منتخب لیبیا یگانه کماند بود در جهان که در پشت فوتبال بازها در اون مایکشون، لباسشون نام فوتبال باز رو نمی نوشتن. مثلا در همه جا شما ببینید رونالدو رو می نویسن یا
هر مسی را یک بازیگر دیگر را. اما در لیبیا معروف نبود. برای چی؟ برای که ملت باید که فوتبال بازهای دوست داشته خودشون رو با نامشون نشناسن، چون مردم ورزشکارا بخصوص فوتبال بازا رو دوست می‌داشتن و دوست می‌دارن در دنیا. و قذافی رشک داشت به یک فوتبال باز معروف، فقط میگفتن کامنتاتورها که فوتبال باز رقم 10 توپ را زد یا رقم 3 این. ولی بالاخره چی شد؟ تغییر است. همه مطمئن بودن که این دیگر پسرش سیف الاسلام را سر قدرت میارد و اون ملت را که قذافی به اون حال رسانده بود، تحقیر کرده بود، بالاخره گریبانش در دست همین ملت افتاده، با چه متاسفانه با یک شکل بسیار فجیع او را نابود کردن. اما در جایی که همه میگفتن که حالا امروز یا فردا انقلاب میشود، میبینیم که 10-15 سال دیگر طول کشید. بنابراین دوستی عزیز، در تاجیکستان هم پیشگویی کردن کار دشوار است، اما یک چیز را ما و شما شاهد هستیم، میتونیم با باوری بگیم بیداری ملت روز به روز سرعتش بیشتر شده ایستاده است و من فکر میکنم که اگر همین روند ادامه پیدا کند، انشاءالله که تغییرات در تاجیکستان دیر نخواهد بود. حالا برادر احمد بفرمایید و بعد اون سید فیروز. السلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر که مرا قبول کردید. استاد، یک سوال داشتم، فقط اینکه بیرون از موضوع است، اگر اجازه دید پرسم. زیاد دور نباشد از موضوع، چون ما مشورت داشتیم که دیگر در اطراف موضوع یا که به یک شکل نزدیک باشد. بفرمایید، ولی استثنا بفرمایید. خب یک سوال همچون سیاستمدار میپرسم و یک خواهش همچون انسان از شما، همچون انسانی که شخصی که شما رو دوست میدارم، پروسه خواهش میکنم اگر قبول کنید بسیار خرسند میشم. خب سوال چنین است، یک حدیثی هست میگن انما الاعمال بالنیات، هر یک عمل به نیت سر میشد، نیت خوب. خب شما در چند سوالهایتون یعنی صحبتهایتون گفتین که مثلا اگر درباره یگان مثل که برادر صدق قطع شد. بله بفرمایید. سید فیروز بفرمایید. حالا این برادر شاید که بار دیگر سوالش کامل کند. درم حالا وارد نشدم استاد، وارد بر اومدم پره. اگر که وارد شد وارد شد چی میکند؟ سید فیروز بفرمایید. سلام علیکم برادر. آواز ما هست؟ صدای ما هست؟ بله بله بفرمایید. ما با برادر مویدین کبیری هم دو سوال داشتم. یکم سوال، برادر از سیاست گفتن. ما شخصا اگر اجازه باشه یک نیم دقیقه فکر خود ما بگم. در اینجا مردم اساس همین روزنامه نگارا و مثال ژورنالیست ها و تاجیکستان که همه برای رژیم اویلوی کار میکنن، برای مردم هم خبر ندارن، فقط همین فکر مردم و نظر مردم میدزدن. لیکن خدا را شکر که از این برنامه هست، این برادر محمود جان و بعد افق بسیار برنامه هستن، حسین اشرف، جوانان مخصوصا جوانان بسیار فعال شده هستند. این برادران مثال من شخصا رحمت میگم. سوال من همین است که اگر شما مثال خدا کنه که سر قدرت بیایید، همه ژورنالیست های تاجیکستان، خبرنگارا، همین کانال های تلویزیونی که هستن، شما همینا را تحت نظارت میگیرین یا اینکه آزاد خودشون فعالیت میکنن؟ این یکم سوال من. و دوم سوال من همین است که رواد مثال رفته که رحمانوف خیلی یا میترسه یا اگون فکر میکنم، مثال ممکنه که شما وقتی علاقه برای بگه که مثال من تیارم که همین وظیفه را شما رو بسپارم، نکید به شرطی که شما مرا تو وقتی هستم محافظت میکنین. شما همین را قبول میکنین مثال یا که نه؟ رحمت. خب سلامت باشید دوستی عزیز. من شاید که حالا اگر فرصت شود و موضوع کمتر پخته شود درباره مناسبت پیمان ملی تاجیکستان در آینده و مناسبت خودم
دیدگاه‌های خودم درباره آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران یک صحبت علیحده کنم. اما مختصر حالا به این سوال شما جواب میگم که اگر من سری قدرت آمدم یا اینکه یک نفر دیگر از پیمان ملی یا یک نفر دیگر از نیروهای مبارز، سیاست ما باید این باشد که در تاجیکستان رسانه دولتی باید وجود نداشته باشد، رسانه حکومتی و رسانه حزبی باید وجود نداشته باشد. همه باید مستقل باشد، همه باید خصوصی باشد و چی لازم است برای حکومت که تلویزیون خودش داشته باشد یا گازیت خودش داشته باشد. در تمام دنیای پیشرفته آزاد فقط یک پرس سکرتر است، کاتب مطبوعاتی است که موقع حکومت، موقع یک حزب سیاسی، موقع وزارت رو بیان میکند و این موقعی که اعلان شد بعد روزنامه‌نگارها، رسانه‌های مستقل در تمام دنیا این رو بحث میکنن، پهن میکنن و اون کار اونها است دیگر. ما نه تنها روزنامه ها رو کنترل نباید بکنیم یا روزنامه نگاران را، حتی اونا تا اون حد باید آزاد باشن که خود حکومت رو تنقید کنن، حکومت رو با چالش بکشن و هیچ کس اونها رو کنترل نکند غیر از قانون. همون طوری که پرزیدنت، وزیر و یک شهروند عادی اطاعت از قانون میکند، باید که رسانه و روزنامه‌نگاران فقط از قانون اطاعت کنند. این در مجموع برادر عزیز سیاست ما نسبت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران. انشاءالله یک صحبت علیحده در سری فرصتش خواهم کرد. اما درباره آنکه رحمانوف سوال دیومتون که حالا وقت بیند که وضعیتش بد شد وظیفه را بسپارد و بگوید که خب فقط آزادی و امنیت ما رو تامین کنید و بس. ببینید یگان دیکتاتور که با خون، با جنگ وظیفه را گرفته است، با تانک و توپ کشورهای بیگانه، با گفتی لوکاشنکو با پولمیو دستش دوشنبه در آمده است، فکر میکنید که او همیشه راحت منصب را به یک کسی دیگر میتید و بعد میگوید که حالا ما رو فقط آزادی هم را تامین کنید تمام؟ نه، این مثل یک افسانه هست. تا لحظه آخر تلاش میکند که مبارزه برد، اما بعد از آن که دید که نمیشد میگریزد، حتما فرار میکند. چون باور ندارد. من نظرم این است که تنها پرزیدنت نه، هر کسی که در جنایت ها شریک است از منصبداران بالا بگذار در نزد ملت و قانون جواب بدهد. اگر ملت این تصمیم را نباید کبیری بگیرد، نباید محمود جان یا شما یا کسی دیگر بگیرد، این تصمیم رو باید ملت بگیرد و قانون. اگر بله ملت بگیرد که خب حالا هر چی بود نبود باید که بخشیده شود به شرطی که باز دیگر این جنایت ها رو نسبت ملت نکنند، تصمیم ملت می شود. اما یک کس حق ندارد که بیاد خودش به جای ملت تصمیم بگیرد و من فکر میکنم یک مقدار باید که واقع بینانه صحبت کنیم. حالا چیز شما میخواستید ادامه بدید بفرمایید. بله ما خودمون یک گروه هستیم که همین 8-9 سال در امنیت تاجیکستان کار میکردیم. هر وضعیت که دیدیم که دیگر خلاص ما خودمون خارج شدیم برآمدیم، ما هم در همین نظریم که مثال باید پروستات نمیبره هیچگاه و وظیفه را نمیتیم، نه که در اینجا ما همین سوال در بین ما همین خیلی اومده وجود اومد. وقتی که مردم بیدار باشه، انشالله مردم خصوصا جوانو بیدار شده استیم، لیکن در اینجا ما هم مردم هم گناهگار میکنیم، خصوصا همین کادرای پیشتر. مثلا در مسجد ما بعض وقت جوانا رو میگیم که مثلا باید حقتون رو طلب کنیم، روحش کم و بیش نشان میدیم که نترسین شما. از امروز خیلی میبینیم که کارمندای امنیت با مردم رنگی گرگ و گوسفند شده گنده. مثلا ما روحش بعض وقت جوانا رو نشان میدیم، لیکن هم کادرای پیشتر شما شگرونه کنین، خاموش شینین، همین خیلی حاضرم نصیحت میکنم. خطاگی همونا هست، لیکن خدا رو شکر الحمدلله که و خصوصا هم جوانا بیدار شده استیم. من جوانا رو تاکید کردنی میتونم که هیچ وقت نترسن، هیچ وقت. رحمت. سلامت باشه برادر عزیز. من دیگه با این صحبت های شما اگه شرح ندارم، برای که کاملا موافقم با اون. سلامت باشه. اوانگرد بفرمایید. اوانگرد. سلام علیکم و رحمت الله. آوازم هست؟ بله بفرمایید.
ман як савол доштам ба ҳазрат Муҳиддин Кабирӣ. пешниҳод бошад, савол бошад, дар ҳаяҷонам пеш аст. Якум бора ки ба шуморо занг мезанам, як бародар ман айғарм занг застам. Ғармием занг застам ба шумо. бародар, шуморо дар ҳама ҷо террористам хондан, хоини ватанам, ҳама чӣ хондан. баъд дар ҳамо ғарми тутаган баландгӯякҳо русто меган хоини миллата шиносед ами хеле карочи. ман як пешниҳод доштам ки чӣ хел мешавад ки шумо қатъи оғои президент қатъи Эмомалӣ ҳамин хел видео гап занед ё ки ягон вохӯре гап занед ки ҳамаи тоҷик 9 миллион нафар тоҷик бинад ки дар инҷа гунаҳгораи Эмомалӣ ё ки шумо оппозитсия ё ки тарафи ҳукумат. саволи шумо тамом шуд бародар? да, тамом шуд. саломат бошед. бале, ман хабар дорам моро террорист мегӯянд, хоин мегӯянд, душмани миллат эълон мекунанд дар расонаҳошон, дар гуфти шумо бо баландгӯяк, дар масҷидҳо, ҳатто дар хутбаҳои намози ҷумъа. вале ҳоло оно гуфтан бигиранд. ҳоло муҳим ки як инсон аввалаш ки бо худои худ рост бошад, бо виҷдонаш, бо имонаш, бо миллаташ содиқона рафтор кунад. ва дигар ҳола ҳар ки дар атрофаш ҳар чӣ мегӯяд гуфтан бигирад. магар ҳоло мо кӣ ҳастем? ман худам як инсонеам ки пур аз гуноҳу камбудӣ ҳастам. паёнбаронро ҳам девона гуфтанд, шоир гуфтанд, маҷнун гуфтанд, хиёнаткор гуфтанд. барои чӣ ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро ки паёнбар буд, қавми худаш, қавми қурайш ҳам хоинаш гуфтанд, ҳам мухосараш карданд, аз ватан берунаш карданд, сангсораш карданд. гуфтанд ки ту амнияти моро, амнияти ҳамон гурӯҳе ки дар Макка, дар Қурайш ҳоким буданд халалдор мекунӣ. вале магар бо ин ки ҳазрати паёнбарро ин ҷиноятҳоро карданд, аз паёнбарӣ ӯ чизе кам шуд? ё худаш ё атрофиёнашро террористу хоин медонистанд? ҳазрати Исоро барои чӣ он ба дор овехтанд ё ки мехкӯб карданд? шумо агар парвандаи ҳазрати Исоро ки аз тарафи намояндаи ба истлоҳ губернатори Рум дар Фаластин дар ҳамон замон буд, парвандаашро як бинед, дар он додгоҳе ки ташкил карданд, ҳазрати Исоро хоин эълон карданд, ҷинояткор, экстремист эълон карданд ба истилоҳи имрӯза ва ҳукми қатл нисбат содир шуд ки агар парвардигор ба он мавҷудаи худ ӯро ба назди худ намегирифт, ҳоло ба бовари онҳо ё ӯро куштанд. خب پس ما کی هستیم که در حق ما حرفا رو نزنیم؟ حالا در قسمت دیومی این پیشنهاد شما میگید که من با رحمانوف بیام گفتگو کنم تا اینکه ملت خودش ببیند که کی تروریست است و کی حق است و کی ناحق. شما این پیشنهاد رو با رحمانوف کنید. من آماده هستم با رحمانوف، با نه تنها با رحمانوف، با هر کسی که خودش رو نماینده رحمانوف میگه و هر یک نفر عادی بیاد بگه که من نماینده حکومتم، از به نمایندگی از حکومت صحبت میکنم. من نمیگم که من رهبر پیمان ملی تاجیکستان هستم، او در سطح من نیست. نه، به شرطی که خودش رو نماینده حکومت و موقعی که میگه بگه که موقع حکومتی و موقع رحمانوف است. من آماده هستم که با او صحبت کنم، بحث کنم، ملت خودش ببیند، قضاوت کند و ان شاء الله ملت روز به روز بیدار شده است. از اون جمله مردم غرب هم، مردم شریف غرب بیدار شده ایستاده است. اگرچه اونقدر فشار بالای غربی آوردن، نه تنها خود غربی ها، مردم وادی رشت در مجموع اون ناحیه‌ای که در اونجا هست، برای چی؟ برای اینکه همون جوهر مبارزه، آزادی، بیداری ملت در سالهای اول یک قسم اساسیش یا خود مردم وادی رشت بود یا زادگان رشت در دیگر منطقه‌های تاجیکستان و حالا یکی از سیاست‌ها همین شد که باید این مردم سرکوب شود، این مردم جوانمردا و جسوراش رو باید که یا زندانی کرد یا کشت یا از کشور بیرون کرد. چند آدم خوسا و بازیچه رو به نمایندگی از مردم غرب یا تاجیک آباد یا همون منطقه میارن در چند منصب میمونن که اینا غیر از همون تملق و خوشامد و لبیک گفتن دیگر کاری از دستشون نمیاد. حتی بالاترین منصبی که رئیس مجلس نمایندگان به همین منطقه گویا متعلق هست میتین، یعنی صلاحیت او
یک نفر دیگر رو باز از همشهری خودش رحمانوف معاون اول میموند برای کنترل کردن اون چیزی که در زمان شوروی مثلا کاتب یکمی حزب کمونیست یک تاجیک رو میموندن یا تاجیکستانی رو. بعد یک نفر از مسکو می اومد از نماینده ملت بزرگ یک کاتب دیو میشد مثل لوچینسکی که در زمان شوروی بود، ولی او اصلی گپ و همه چی در اختیار همون بود، باید که نماینده تاجیکستان رو شخص اول رو کنترل کند. حالا هم یک نماینده مردم رشت و مردم وادی رشت در هر منصبی که باشه تقریبا همین نقش رو بازی میکنه. ولی انشاءالله من مطمئنم که مردم جسور، مردم دلیر روز به روز بیدار شده است و این وضعیتی که بالای سرش آوردن این حالت رو طولانی تحمل نخواهد کرد. سلامت باشین. احمد جان بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم سلام. انشاءالله خوب هستین. سلامت باشه برادر. الله از شیطان رانده شده و از شیطان تاجیکستان بودگی نگهتان داره. آمین و شما را هم برادر عزیز. سلامت باشین. اگر اجازت باشد یک سوال هفته کردگیم، یک هفته سوال 8 سوال دارم اگر اجازت باشد. من حالا اجازت که هست، اجازت در دست مدیریتور است، اما خواهش میکردم کمتر و اون سوالهایی که به موضوع امروزه ما ربط دارد کوشش کنید همون سوالا رو مطرح کنید. راستی او هفته نتونستم در آمده، برای همین خاطر سوال هفتهش کردم استاد. بخشش زیاد. بفرمایید. حالا 2-3 سوال حداقل. نه ایما هفتهش دیگه. سخن یکمینم این است که استاد شما فقط در برنامه همین برادر اشتراک میکنید، اما ما این را میخواهیم که در دیگر محمد اقبال یا که دیگر برنامه ها این را میخواهیم اشتراک کنید. نظر شما چی است؟ شما اشتراک میکنید یا که وقت است یا که نظر شما را میخواهیم در ایش بفهمیم. حالا مثل که ما رنگ مثل با شما بلیتس اپروچ میگن را، یعنی سوال کوتاه جواب کوتاه. این برادر عزیز این برنامه ما برنامه برادر نیست، این برنامه هفته‌ای در کانال پیمان ملی تاجیکستان است و صحبت هفته‌ای رهبر پیمان ملی تاجیکستان است. یعنی من در کانال اصلاح هم صحبت میکنم، در پیام تیوی هم، در کانال خودی برادر محمود جان هم کانال شخصیش، اما این هر هفته روز دوشنبه در کانال مخصوص پیمان ملی است که نقطه نظر پیمان ملی تاجیکستان و رهبریت آن گفته میشه. حتما انشاءالله دیگر برادران هم که دعوت کردن در اون کانال های دیگر هم من حتما هستم و شرکت خواهم کرد. سوال دیگه تو. سوال دیم که مقصد ما چی باید کرد که بیشتر متحد شویم؟ خب شعار پرتایی رو درباره وحدت و متحد شدن کمتر کردن در کار، اقدام های عملی، چون برای متحد شدن حتی برای هر هدف حداقل یک قدمی میدان موندن در کار. شما اگر همین شب و روز بگید که من مثلا در هر کجای باشه، در مسکو باشه، بگید من به سنت پترزبورگ رفتن میخواهم، ولی از مسکو یک قدم هم بیرون نروید، 100 سال اگر نیتی رفتن به سنت پترزبورگ کنید نمیروید. اما باید که به سنت پترزبورگ رسید حداقل هر روز یک قدم مونید. اگر ما میخواهیم که متحد شویم باید حداقل هر روز یک قدم به سمت وحدت و اتحاد و همبستگی بین نیروهای ملی و مبارزین با عملمون، با کردارمون، با صحبتامون کرده باشیم. سلامت باشین. دویم سوال، سبب چیست که از اسلام بعضا انسان‌ها استفاده میبرن اما شخصان واقعی نیستن، نیتشون از نظر شما این هم؟ نفع از چی استفاده میبرن؟ از اسلام استفاده میبرن اما شخصان واقعی نیستن. شخصان واقعی نیستن یعنی چی؟ مقصد اسلام را استفاده میبرند به مثل آیت‌اللهی که بدبختی به شرف شریک است، از یک دم از اسلام گپ میزند یک دم از حکومت، به مثل همین ها. چون ببینید متاسفانه از اسلام از دین استفاده بردن یا انیقترش سو استفاده بردن فقط در حکومت نیست یا در طرفداران حکومت، در اپوزیسیون هم هست، در آدمان بنام مستقل هست، حتی در خود خادمان دین در همون داملا هم هست که با اون لباس داملاگی، با اون منبر، ولی اون رو برای غرضهای شخصی، برای مقام و منصب، برای نزدیک شدن به حکومت استفاده میبرند. پس
ما تنها سوء استفاده از دین، از اسلام را خاصی طرفداران رحمان یا حکومت نداریم، بلکه متاسفانه این به همه ربط دارد. اما چرا طرفداران حکومت یک کمتر به انصافی میکنن بیشتر نسبت دین مبین اسلام؟ برای اینکه آنها از یک طرف میان سیاست‌های ضد دینی دارن، حداقل کسانی دیگری که حالا به نام مخالفین یا هر کسی باشد از اسلام سوء استفاده هم کنن، اینا یک سیاستی آشکار ضد دینی ندارن. شاید با یاشون به اسلام ضربه میزنن، اما نمیان یک قانون قبول کنن، یک سیاست‌های قبول کنن که آشکار ضد دین باشد. اما اینا میان قانون‌ها قبول میکنن ضد حجاب، ضد ریش، ضد همه ارزش‌های دینی، و باز میبینید که از همه بیشتر از آیات و حدیث‌ها همینا استفاده میبرن و آیات و حدیث‌ها را طرز انتخاب میکنن و تفسیر میکنن که به نفع سیاست‌های خودشون است یا به نفع رهبریت و پیشواشون. اما وقتی که یک سوال اگر باید بگید خب مادامی که اگر شما اینقدر از اسلام خود را مسلمان میدونید، از اسلام استفاده میبرید، امام اعظم این رو میگه درباره حجاب، درباره ریش، درباره مسجد، درباره تعلیم و تربیت، قرآن این رو میگه، حدیث رو این رو میگه، از جواب مستقیم میگریزن، با چند تا از این حدیث‌های ضعیف یا روایت‌های ضعیف رو میارن که در فلان زمان این بود و اون شد و حکم پادشاه واجب است و پادشاه سایه خداست. از این افسانه ها را پسی هم قطار میکنن و متاسفانه دیگر من حالا پیشترم درباره افلاسی در سیاست گفتم و اشاره کردم که متاسفانه در دین هم، در دینداری هم افلاسی ها کم نیست که یکی از نمونه هاش هم شما خودتون بیان کردید. بله. برادر احمد جان کمتر زودتر، برای که دیگه برادرها خواهرها منتظرن. چرا رحمانوف مردم با رحمانوف چی کردن که جبر رو زیاد دیده ایستاده است به مردم؟ من بالا این موضوع از نگاه شما فکر کردم و به خلاصه آمدم که رحمانوف از مردم تاجیک، از ملت تاجیک انتقام گرفته ایستاده است و واقعا هم انتقام میگیرد. چرا اصلا آمد انتقامش رو از اسلام، از دینداری گرفت؟ وقتی که ما پیشنهاد کردیم، من یک نامه زده بودم به دستگاه پرزیدنت، اپارات پرزیدنت، که باید همین درباره امام اعظم یک جشن و یک کنفرانسی بزرگ کرده شود و این نامه هم در ارشیو دستگاه پرزیدنت هست. اگر جوانمردی کنن همین رو نشر کنن. با استاد مرحوم همت‌زاده مشورت کردیم و همین نامه رو هم چه رئیس حزب فرستادم. اما وقتی که خود رحمان آمد همین کنفرانس رو، سیمپوزیوم بین‌المللی رو برگزار کرد، سال امام اعظم اعلان کرد و یک سال بعدش سال 2009 بود، سال 2010 در انتخابات پارلمانتی ملت تاجیک آمد به حزب نهضت آواز داد و رحمان فکر میکرد که من اگر بیام شعارهای دینی رو به دست خودم بگیرم، من خودم سیمپوزیوم امام اعظم رو برگزار کنم و خودم رو همچنین یک طرفدار امام اعظم و دین اسلام نشان بدم، مردم میان به سمت من و مردم چون اسلام را دوست می‌دارد و طرفدار من میشن. اما وقتی که مردم آمدن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رای دادن، من این را بگم که مردم به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فقط به خاطر اسلام رای ندادن. ما برنامه اقتصادی پیشنهاد کردیم، با مردم کار کردیم، بخصوص با جوانان، با قشرهای گوناگون، و برنامه ما با مردم معقول شد و رای بیشتر دادن. اما رحمان فکر کرد که این مردم گیا با او خیانت کردن. رحمان فهم از سیمپوزیوم امام اعظم برگزار کرد ولی نتیجه انتخابات را دید که همش با فایده حزب نهضت و گفت که خب اگر شما این کار کردید، حالا من با اسلام و با دین و با ارزش‌های شما میبینید چی کار میکنیم. من فکر میکنم که این تغییراتی که در سیاست‌های رحمانوف نسبت دین با وجود آمد، همچنین یک انتقام از رفتار مردم، از عشق مردم به اسلام و به جانبداری از سیاست‌های دیگر بود. همین طور هم از چون رحمانوف در انتخابات سال 94 به عبدالله جانوف انتخابات رو باخته بود، همه میداند، همه تاجیکستان میداند که ملت تاجیک رحمانوف را در اولین انتخابات پرزیدنتی انتخاب نکرد و این را خود رحمانوف هم میداند و انتقامش را از ملتی که او را انتخاب نکرده است با همین گرفته ایستاده است و تا روز هست میگیرد. مردم را میگه پول شما رو من میگیرم، راهتون رو پولاکی میکنم، شما میخواهید نمیخواهید در پیش من رقص میکنید، اکنون به من رای ندادید، سیاست‌های ما را طرفداری نکردید، من کار میکنم که مسجدتون رو میبندم، حجابتون رو میکشم، در پیش من میرقصید، پولتون رو میگیرم، راهتون رو پولاکی میکنم و از دست شما هیچ کار نمیاد.
ملت باید که از من اطاعت کند. آیا ملت تاجیک این انتقامگیری رحمانوف را طولانی تحمل میکند یا نمیکند؟ این دیگر برادر از ما و شما، از سیاست‌های ما و شما وابسته است. ولی سبب چیست که مردم رو در ذهنشون فقط شخصا شما رو و برادرهای شما برادرهای ما هستین، در ذهن ما شما رو تروریسم اعلام کردن از کودکی تا حاضر، سببش چی باشد؟ حالا به این سوال من جواب دادم، دیگر طولانی نمیگم. سببش رو از رحمان پرسید و من پیشتر هم گفتم که خب دیگران رو هم تروریست اعلام کردن. نیلسون ماندلا 26 سال در زندان شیشت با استاتیای تروریسم، بعداً از انقلاب که شد پرزیدنت شد، با آبرو از دنیا رفت و امروز قهرمان ملی آفریقای جنوبی است، ولی با استاتیای تروریستی در زندان 26 سال شیشت. زید سعید و فردا از زندان آزاد شود، پرزیدنت شود، همچون قهرمان مردم را قبول میکند و انشالله در خاطره مردم همچون قهرمان ملی میماند. این دیگر عادی است. امروز ما را خائن تروریست میدونند، به همین سبب است، دیگر یگان سبب دیگر ندارد برادر. اما سبب چی است که ملاهایی که در درون بوده است حقیقت را آشکار نمیکند؟ برادر عزیز این را از خود همون ملاها بپرسید و این دیگر به ایمان و به وجدان اون ملاها وابسته هست. من فکر میکنم که دو سبب دارد، یکی ترس، دیگر همون منصب پرستی و منبرخواهی که دیگر از طریق همین خوشامدگویی و تملق و پنهان کردن حقیقت این را به دست آوردن و از دست دادن نمیخوان. اما این را فراموش نکن برادر عزیز احمد جان که در بین علما، در بین امام خطیبا انسان‌های پاک سرشت و پایبند به اخلاق ارزش‌های دین مبین اسلام و به رسالت علمایی وجود دارد و اینها را هم نباید که نادیده بگیریم. بله این سخن شما درست، ما اینها را گفتیم از شما اومختیم و از شما قبول میکنیم و درباره همین شریکی که ما به حد غضبناک شدگیم از همین شریک کمی مختصر درباره همین میتونین گفته که همین مقصد چی بود شما شاید شناسید. ما دیروز همین بدبخت دیدم، دیروز از ایرپورت خمیدم، در یک جا رفتم دیدم خدمت بازور داشتم که امو را یگون کار کنم. نه برادر من دربارش معلومات زیاد ندارم و چیزی هم گفته نمیتونم، فقط همین قدر میدونم که یک وقتای خودش رو در صف مبارزین گرفته بود، رحمانوف رو تحقیرهای زیاد میکرد، بعد یا از روی ترس یا اینکه با پول و مال یا شاید که فکرش تغییر کرد و فکر کرد که رحمانوف آدم خوب است و اشتباه کرده است، رفت امروز موقعش رو دیگر کرده است. من از این بیشتر نمیدونم و میدونم که در حق من هم حرفای زیاد میگد، نه تنها اون برادر بلکه دیگر کسان. من از اونی که شما نفرت دارید من فکر میکنم که بیشتر باید دل ما با این برادر و مثل این برادران بسوزد، چون این واقعا یک مصیبت است برای یک انسان که خودش در یک سنگر قرار بگیرد، مبارزه برد، یک نفر رو تحقیر کند، بعد برود حالا کنار برود، اگر اشتباهش رو فهمید کنار برود، دیگر بگه که خب من اشتباه کرده بودم و حالا دیگر فهمیدم که من آدم سیاستمدار نبودم، چون آدم سیاستمدار و سیاست فهم یک روز تحقیر نمیکند، یک روز خوشامد بگه تعریف کند. اگر اشتباهش رو فهمید از شرم از حیا کنار میرود، دیگر میگه خب من خطا کرده بودم الان فهم، دیگر حق سیاستمدار و در باره سیاست حرف زدن ندارم. ده ها نفر دیگر همین کارا کردن، طرفدار ما بودن، احمد جان سیاست دست کشیدیم رفتن دنبال کارشون. اما یک آدم احمد جان برادر نه چند برادر دیگر یک روز تحقیر میکنن و بعد میروند چاپلوسی میکنن، خوش آمد میگن، پس معنی رو دارد که نه اون کاری پیشینش صمیمی بود نه این کاری امروزش صمیمی است. بله احمد جان اینجا برادرها و خواهرای دیگر منتظر هستند. یک سخن دیگر هم میگم که غضبناکی ما از چی سرشید که برای همین بشرف وقتی که مقصد این تراکتوریستی که بدبختی که وظیفه را گرفت چی گرفت، بعد او را کدام بدبختی گفته که محیدین کبیری یک گوجوش است، با قسم میخوره همین تا چه اندازه گپای بشرف. برادر احمد جان به همین ختم کنیم. بله من در فرما اقتصادچی کار کردم، جانشین مدیر فرما بودم، در سالهایی که تکنیکوم رو تمام کردم تا خدمت عسکری در دهه همون چوپانی کردم. اگر همین سخن گوش کرده باشین نه ببینید تمام حیات من در دهه مثل همه مردم دهاتی تاجیکستان با بوز و گوسفند و گاو و چوپانی گذشته است و
با این فخر میکنم. این یگان کار عیب نیست که اگر تراکتورچی هم باشد چی، فقط این تراکتورچی گفت که من همچون یک تراکتورچی هستم و یا برادری تراکتورچی دارم، دیگر هیچ کس ندارم، یک کمبغل بچه. امروز باش گفتی هم شوخی مردم. این تراکتور با یک پرینسیپ‌های کلان داشته است که در اونجا آدمان زیاد بودن و حاضر دیگر همه تاجیکستان رو گرفتن. فرق در اینجا است، تراکتورچی بودن عیب نیست، در دیه چوپانی کردن این کاری عیب نیست، بلکه یک کاری با شرف است. باشی استاد، الله موفقیتتون کنه در عراق. انشاءالله که ما در برای شما همه وقت انشاءالله دعاگوی شما. الله نگهبان باشد. جزاکم خیر. سلامت باشد احمد جان. صابر بفرمایید، صابر جان بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر. ما از آقای کبیری یک سوال داشتم. شما در برنامه چند روز قبلی که برآمد کردین گفتین که ما هیچ مشکل شخصی با رحمانوف نداریم، اگر داریم هم به خاطر ازی است که او در راست حکومت قرار داره. وقتی که شما این حرف زدین من برنامه های شما را دیدم، این سوال پیش ما پیدا شد که طوری که خود شما میدونین در تاجیکستان یک قانونی تصویب شد که پسوندهای روسی حذف شد و هر کس خواست اسم جدید اختیار کنه، که از او خود آقای کبیری هم استفاده کرد و اسم جدید گذاشت. حالا که شما با امام علی رحمان چیز شخصی ندارین، حتی شما نه که تمام مخالفین، و خود شما حالا یک 10 بار به اسم رحمانوف یاد کردین. دلیل شما چی هست که هنوز هم او رحمانوف است و شما کبیری شدین؟ اگر این حق قائل هستین خب او هم امام علی رحمان است، و اگر قائل نیستین شما هم پسوندتان تغییر نکرده. سوال اول من بود. سوال دوم از شما ای است که اگر از شما بپرسیم 2 جمع 2 چند میشه، حتما میگین 4. در امریکا هم 4 میشه، در تاجیکستان، ازبکستان، همه دنیا. حالا اگر ببینیم تمام کسانی که در کشورهای دیگه انقلاب کردن گفتن حکومت تغییر میدیم و حکومت خراب هست، اگر مردمشان با مردم تاجیکستان مقایسه کنیم، چه از نظر دینی و چه از نظر غیر دینی، آدمای خیلی هوشیار و چیز فهم داشتن و خیلی وعده ها را هم دادن، ولی نه تنها که او وعده ها برآورده نشد، بلکه مردمشان به حال روز افتیدن که حتی امون ملاهایی که وعده های خیلی بلند بالا می دادن حالا گریه میکنن که ما یک حکومت داشته باشیم که حداقل اطفال دوزی نشه. و سوال ما از شما است که حالا شما چی دلیل دارین که کشور تاجیکستان یک چیز دیگه میشه برخلاف از اون کشورهایی که صدها عالم ملای دینی که جامع الازهر مصر خوانده بودن چیز نتونستن و به روز افتادن که امروز همش گریان میکنن. و سوال سوم می بود که آیا نظر شما این درست است که همه مخالفین میاین یک چیزایی را به حیث نمونه و مثال ذکر میکنن که اگر پیش یک آدم عاقل اونها را بگذاری و بگویی مخالفین همین دلیلشان است که دولت تاجیکستان را توبیخ میکنن یا بد میگن، دیگران میخواندن. مثال این برنامه دیروز سلمان به شما میگم، او یک طفلی که از کوچه برآمده چند کوچه بالا رفته کشته شده، همسایش کشتش. یک برنامه برای گرفته تقصیر از را به گردن امام علی رحمان می اندازه. ما دیگه زیاد مثال نمیتونم که وقت شما را نگیرم. به همین قسم مثال ها صدها تا هست که یکی را نصف شب فیلم برداری میکنیم که یک خواهر مادر تاجیک این نصف شب کار میکنه. اگر ما این مثال ها را از دیگه دنیا بگیریم به 10,000 مثال هست. و همین چند روز قبل شما دیدین که 2 افغان در اتریش یک دختر کشتن، تجاوز کردن. در آلمان همی کار شد، در لندن همی کار شد، در بسیار جاهای دیگه مردم با تفنگ در جاها رفتن کشتن. همین را میخواستم نظر شما را بپرسم به همین 3 موضوع. وقتتون زیاد نمیگیرم، با تشکر از اینکه سخنهای مرا گوش کردید. سلامت باشید برادر عزیز صابر. حالا شرط نیست که بگیم از کجا، مثل که از برادران افغانستانی ما هستید، هر کجایی باشید، چی در داخل چی در خارج، خداوند شما را نگهبان باشد. خیلی سوالهای خوب دادید و اتفاقا از همین گونه هم صحبت و کسانی که سوال میتن با این سطح بلند
فرهنگ هم سیاسی و هم زبانی خیلی خشونت، اگرچه با نظر ما موافق هم نباشند دوستان. و من کاملا این ملاحظه اول شما رو قبول دارم، یعنی اعتراف میکنم که بله گاه در زبان منم رحمان و صدا میتد، چون با همین نام در ذهن مانده است، ولی باید اصلاح کنیم و باید همون طوری که طرف خودش را معرفی میکند باید که هر کی هم باشد باید به همون طرف به همون شکل اون معرفی شود و باید به همین سمت همه بروند. رحمان خود حالا رحمان هست بگذار، حتی ما رو تنقید میکنن که بعضی از دوستان ما که میگن شما دیگر رحمان نگوید، چون من خیلی رحمانم استفاده میبرم، یعنی امام علی رحمان میگم، بعد میگن چون رحمان یکی از صفاتهای پروردگار است و این آدم خودش کاملا سیاستهای ضد پروردگار و ضد دین دارد لایق نیست. ولی میگن نه، این رحمان چون یک اسم خاص است هیچ ربطی به صفات پروردگار ندارد، حالا یک از رحیم نام دارد یک از رحمان. من این ملاحظه شما را قبول دارم و خداوند خیر تا برای این ملاحظه خوب و نصیحت خوبی که کردید. و سوال دیوم تانم خیلی سوال مهم است. ببینید دوستی عزیزم، اگر در جای یک انقلاب یک خیزش مردمی نتیجه نداد و به یک مصیبت پیچید که این مثالهاش خیلی زیاد داریم، بخصوص هر چقدر کشور دیکتاتورتر باشد بسته‌تر باشد، در اونجا احتمال آن که این گونه خیزش‌ها و انقلاب‌ها به یک مصیبت دیگر تمام میشوند احتمالش خیلی زیاد است. و هر چقدر یک ملت آگاهتر و بیدارتر و روشنتر است، در اونجا این درصد یا احتمال این گونه تکرار حادثه‌های لیبیا و سوریه و افغانستان و جاهای دیگر کمتر میشد. شما یک صفت خوبی از ملت تاجیک را کردید که یک ملت بسیار آگاه و روشن هست، که تشکر میگم برای اینکه ملت ما را این گونه وصف کردید و منم کاملا با شما موافقم. اما اگر ملت ما واقعا ملت روشن است، بیدار است و آگاه است که ما و شما به این راضی هستیم، پس دیگر ما باید از این خیزش و از این تغییرات در کشورمون نگران نباشیم، برای که یک ملت روشن و بیدار اجازت نمیدهد که تغییر یک حاکم ظالم، حالا هر کی باشد و در کجای هم باشد، چه رحمان باشد چه غیر رحمان، چه در تاجیکستان چه در جای دیگر، به یک مصیبت دیگر مثل کشورهای دیگر آورده نمیرساند. اگر آورده رسان و ما این نگرانی را داریم، این ترس را داریم که نه این خیزش مردمی، تغییر حاکمی که مثلا 30 سال خودش و خانوادهش یک کشور را مدیریت میکند به یک مصیبت تبدیل میشود، پس اون جمله اولمون که این ملت روشن است و بیدار است و آگاه است، پس این جمله صحیح نیست، یعنی را صمیمانه نگفتیم. من مثل شما اعتقاد دارم به ملت تاجیک، به بیداری ملت تاجیک که روز به روز بیشتر شده است این بیداری، و باور دارم که ملت تاجیک سزاوار یک حاکمیت جدید هست. همونطوری که ملت افغانستان یا ملت افغان، نمیدونم بعضی دوستان میگن افغانستان بگید بعضی افغان، ولی حالا فرق نمیکنه، همونطوری که ملت های دیگر هم سزاوار آن هستند که رهبریتشون دوره‌ای عوض بشوند. مثلا برادران افغان نخواستند که حامد کرزی بیاید مثلا قانون اساسی را تغییر بده، شاید میخواست، شاید دلیل هم داشت که حالا جنگ با طالبان هست، وضعیت امنیتی است، بیاید من مثلا 2-3 دوره دیگر یا تا آخر حیاتم پرزیدنت افغانستان باقی بمونم. من به شما وعده میدم که یک کابل نه 5 تا کابل میسازم، قندهار را مثلا بدخشان را، فیض آباد را، مزار شریف را به کابل دیگر تبدیل میتیم. اما ما در تاجیکستان چی میگن؟ رحمانوف شهر دوشنبه را آباد نکرد، فقط یک خیابان برای توریستا، هتل‌های خوب برای مهمانا، گلباغای خوب بنا کرده است. مردم دهاتی و روستایی میآیند و میگن خب رحمانوف آباد کرده است. خب در 30 سال بالاخره باز تکرار میکنم، اشرف غنی را هم اگر اجازت بدین مردم افغانستان که 30 سال رئیس جمهور باشد، چند کابل دیگر میسازد. فقط او را هر کسی که زیر اشرف غنی میشود یا زیر حمید کرزی میشد یا زیر یک رهبر دیگر، حتما یک خیابان میسازد، یک کوچه میسازد. برادر عزیز، اگر در جای یک انقلاب یک تغییرات به جنگ آورد، این معنی نداره که در جای دیگر حتما میشود. و همیشه مردم تاجیک را، مردم ترکمن را، مردم حالا کره شمالی را با این ترساندن که در یک کشور دیگر جنگ شد، در تاجیکستان هم جنگ میشد،
من فکر میکنم یک مقدار سوء استفاده از مصیبت‌های دیگر است. ما باید تلاش کنیم که اول اصلا اگر خودی رحمانوف سیاست‌های یا معذرت میخوام چون عادت شده است خود امام علی رحمان یا حکومتش اگر بیان یک سیاست‌های درست رو راه اندازی کنن، این اثر قدرت طبق قانونی اساسی بیروند، قانونی اساسی رو 3 مراتبه تغییر داد، فقط اون قسمتی را که به تمدید مهلت خودش ربط داشت دیگر نیاز نه به خیزش میموند، نه به انقلاب میموند و نه به حادثه های دیگر. طبق قانون همه احزاب میان یک حزب با یک حزب دیگر عوض می شود. ولی من فکر میکنم که ما تقریبا اطراف یک موضوع با هم فکر هستیم که همه ملت ها سزاوار آن هستند که یک حاکمیتی درست داشته باشند، حاکمیت عوض شونده باشد و مردم حق انتخاب داشته باشد. اگر مردم حق انتخاب ندارد، حالا در هر کجای دنیا باشد، دیگر راههای قانونی، این خیلی نکته مهم است برادر صابر، اگر چه در افغانستان، چه در تاجیکستان، چه در آلمان، اگر حکومت بیاد تمام راههای قانونی تغییرات را از آن جمله تغییر حکومت را ببندد، برای مردم دیگر هیچ راهی نمیموند غیر از آن که یا قیام کنند یا اعتراض کنند. من مطمئنم که در افغانستان هم ملت شریف افغان اجازت نخواهد داد که یک نفر طولانی بیشتر از دوره قانونی اساسیش بماند. خب پس چرا در افغانستان اجازت نتید، افریقا اجازت نتید، هند اجازت نتید، آلمان اجازت نتید؟ ملت تاجیک چی گناه کرده است که باید این رو همه را تحمل کند و بیان بگن که خب شما اگر که میخواهید که رحمانوف تغییر کند پس حتما طرفدار سامالی شدن و مثلا سوریه و لیبیا هستید. نکته دیگر برادری عزیز، من حالا با دیگر دوستان برادر سلمان یا هر کسی دیگر کار ندارم. شما در یک صحبتی من آیا دیدید، مشاهده کردید که من کشتار یک حادثه ناخوش را، یک کشتار را برداشت حکومت مانده باشم یا اون را مخصوص برنامه کرده باشم؟ حتی همین حادثه کرونا ویروس را که واقعا هم این اعتقاد من است دلیل هست که با خنک نظری حکومت رحمان همین کارها شد. تا امروز تا ما تنقید نکردیم تمام دنیا میگه که در تاجیکستان کرونا ویروس هست، مردم مرده ایستادن، حکومتداران میبردن با این سلوفان پیچ میکردن، با اون در خلطه های پلاستیک مرده ها رو میگرانن، میگن که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. خب این رو چگونه یک اپوزیسیون تنقید نکند؟ ما نمیگیم که حکومت رحمان کرونا ویروس رو به تاجیکستان آورد، نه، این در تمام دنیا بود و از دست حکومت تاجیکستان هم هیچ کار نمی آمد. اما حکومت می توانست با سیاست های درست پیش روی این رو بگیرد. حداقل جناب رحمان در اون نوروزگاه هزارها آدم را در اوج رشد کرونا ویروس جمع نمیکرد. امروز مردم در تاجیکستان از کرونا ویروس مرده ایستادن، ولی حکومت رحمانوف دارد برای جشن 30 سالگی برای رقص و بازیش آمادگی میبیند. هزارها جوان تاجیک، دانشجوها در وقت تعطیل در زیر آفتاب سوزان برای 1 لیتر آب و 1 کلچه معذرت میخواهند مجبورن که بیان رقص کنن و تمرین کنن. 2 ماه بعد دیگر جشن 30 سالگی میشود. خب این رو چگونه یک سیاستمدار با انصاف باید تنقید نکند؟ اگر در افغانستان همین کار را حکومت اشرف غنی یا حامد کرزی میکرد، شما خاموش میایستادید که ملت رو در خطر مرگ انجام بدید فقط به خاطر اینکه یک نفر رقص و بازی کند و کار کردن که من معذرت میخوام ملت تاجیک باید تا دمی گور میرود، یعنی 1 ساعت باید او را میگرانند، اما باید که با رقص و بازی در یک حالت گیپنوز او را باید که به مردن گسیل کنند. نه، باید ما کاری کنیم که اصلا این رو نجات بدهیم و فعالیت ما همین است. من 100% قبول دارم که جنایت هایی که در اینجا در آلمان می شود، در کشورهای دیگر می شود، به مراتب از افغانستان، از تاجیکستان بدتر هست و بیشتر هم هست شمارش. اما در افغانستان اگر یک نفر، یک دختر، یک چند سال پیش یک دختری جوان را یا با تجاوز یا کشتند یا چیکار بود، تمام رسانه‌های خودی افغانستانی خودی همه گویا که فقط این حادثه در افغانستان شده باشد و گویا فقط مسلمان این کارو میکرده باشند. چقدر اون کسانی که عداوت به اسلام داشتند، به دین دارند، به ملت‌های ما و شما، این را چقدر رکلام کردن. همون کاری که الان در تاجیکستان هم شد. اون جنایت میتونه در همه جای دنیا باشد. اما دوستی عزیزم،
ما دنبال مسئله های کلیدی و بزرگ هستیم و حق ندارد یک سیاستمدار دنبال مسئله های جزئی برود و در زمانی اگر من رهبری تاجیکستان هم باشم این جنایت ها هم صادر خواهد شد و این کشتارها هم می شود. در زمان پیامبر اکرم دزدی بود، زنا بود و تمام این جنایت ها آدم کشی بود. مگر این عیب حضرت پیامبر بود صلی الله علیه و سلم یا حکومت اسلامی بود یا در زمان جناب رحمان هم باشد؟ اصلا این عیب رحمان است. این جنایت ها می شود. اما ما درباره سیاست های کلی وقتی که گپ میزنیم این معنی نداره که یک نفر زید دولتش است، زید ملتش است. شما اگر سیاست های اشرف غنی را یا حمید کرزی را یا هر کسی دیگر را انتقاد میکنید معنی اون نیست که شما زید افغانستان یا زید ملت خود هستید یا در آلمان یا جای دیگر. بیاد برادران عزیز و شما هم دوست گرامی که خیلی انسان فهمیده هستید مسئله را از هم جدا کنیم. تمام این اراده‌ای که به ما ربط داشت من قبول دارم، اما این که در افغانستان مصیبت است و همیشه تاجیکستان را از افغانستان بترسانیم یا از سومالی و از جای دیگر، من این را راه حل نمیدونم. برعکس میبینیم که قدم به قدم ما به سمت افغانستانی شدن یا سومالی شدن رفته ایستادیم. برادر عزیزی جمله آخر رو هم بگم، یک کمی طولانی شد چون مسئله خیلی کلیدی رو برداشته. من چگونه خاموش باشم یک تاجیکستانی، یک سیاستمدار که تاجیکستانی من امروز از نگاه شما دوستان ایرانی، دوستان افغانی که از ملا و از اسلام سیاسی خسته شدید و حق هم دارید، من به شما این حق را میدم، شما آماده هستید که یک دیکتاتور رو فقط به خاطر آنکه رقص و بازی دارد و دنیوی هست قبولش کنید؟ فقط برای چی؟ برای اینکه مصیبت را در کشورهای اسلامی ملاها و امام خطیبها و به اصطلاح آدمان سلطدار و ریشدار آوردن. اما من مسئله را از بعدی وسیع‌تر میبینم. کشور من 10-15 سال در حالا اون جدول آزادی های بیان در جای 130 قرار داشت، امروز در جای 162 هست. چرا من خاموش باشم فقط برای اینکه در رأس کشور یک ملا نیست مثلا؟ نه، من نگاه میکنم که 10 سال پیش ملت من، کشور من در کجا قرار داشت در مسئله آزادی بیان، آزادی مطبوعات، امروز در کجا قرار دارد؟ 10 سال پیش تاجیکستان در مسئله فساد اداری، دزدی و غارت حکومت از مردمش مثلا در سگانه کشورهای فسادزده دنیا بود. امسال در سال 2021 در جای 10 است. یعنی فقط به خاطر آن که در کشور ما ملاها سر قدرت نیاد ما باید خاموش باشم؟ تاجیکستان در تمام این جدول‌های حقوق بشر، آزادی رسانه‌ها، فساد اداری، زندگی مردم، حتی قشاقی و کمبیزاعتی، ما روز به روز داریم بدتر میشیم. اگر حکومت جناب رحمانوف در سال 2022 در این مسئله ها یک قدم به پیش برود، من نمیگم کاملا اصلاح کند، یک قدم به پیش برود، مطمئن باش برادر عزیز که من این نکته رو خواهم گفت و میگویم که تاجیکستان در این مسئله یک قدم به پیش رفت و هستن مسئله که من این مسئله رو بارها گفتم و حالا میگم که تاجیکستان یک از کشورهای امن هست، واقعا امن هست. چرا این رو باید اعتراف نکنم؟ اما امن از حساب چی؟ امن از حساب آن که مردم آزادیش سلب شود، امنیت مردم در خانهش سلب شود، اما در خیابان‌ها آزادی باشد. خیلی خوب. اما در بعضی کشور دیگر میگن نه، من میخوام امنیتی را داشته باشم در کوچکی، در آزادیم، در وجدانم، در دینم این امنیت را داشته باشم. اینا همش با هم باشد. ما نقطه مثبت رو میگیم ولی نقطه منفی رو هم باید در پالایش برادر عزیز گفت. من معذرت میخوام از شما و دیگر دوستان که طولانی صحبت کردم، اما چون موضوع خیلی موضوع مهم بود و یک کمی جواب هم طولانی تر شد. حالا اگر این دوستان گفتنی دارن من با کمال میل گوش میکنم اگر ملاحظه باز دارم. بله دارم آقای کبیری. من شکی ندارم که در طول تاریخ تمامش که گفتن همتونم خیلی انسان ها برای خوب شدن زندگی بهتر مردمان خود کار میکنن، ولی دهها 20 سال طول میکشد تا متوجه میشن که اشتباه کردن. من یک مثال زنده بر شما میتونم. آقای استاد عطا محمد نور یکی از قماندانای برجسته و خیلی آدمای کارکن ولایت مزار شریف است. زمانی که آقای نجیب، دکتر نجیب ما به اینا پیشنهاد کردن 25 سال پیش که بیاین جمع شویم به هم دیگه نجنگیم، یک حکومت بسازیم، همش رد کردن.
پریروز 2 روز قبل استاد عطا 25 سال بعد اعتراف کرد که اشتباه ما بود. سازمان ابونضال بر ضد اسرائیل می جنگید. 30 سال 40 سال بعد یکی از اعضاش آمد در آلمان مصاحبه کرد، گفت ما اشتباه کردیم. خیلی مردم ها هستند که اشتباه خودشون 20 سال بعد میفهمند. خود شما مصاحبه که با صابر ولی کردین در رادیوی آزادی، او هم مثل شما مبارز بود، او هم مثل شما مخالف بود. اگر او را در چند سال پیش میگفتیم برادر محترم تو اشتباه میکنی، میگفت نه 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 برادر، تو از این جنایات از اینا خبر نداری. ولی او بالاخره زمانی شد که به می رسید به همین مسئله که واقعا ما اشتباه میکنیم. ما نمیگیم حتما شما اشتباه میکنید، ولی اگر مردم افغانستان یا جای دیگه دلیل بگوین، خیلی هم میگن شما از تاجیکستان خبری ندارین. ما یک مثالی از آقای زید که هم یکی از مخالفین است برای شما میتونم که 6 ماه قبل یک ویدیو درست کرده در یوتیوب. در اون مردم هم میگه که شما برین همین وکیلای پارلمان انتخاب بکنین که او وکیلا میتونن قانون بکنن اجرا کنن و امام علی رحمان از این قانون استفاده میکنن. با او حتی به سال 2020 است موضوع، ولی حتی به عقب میره. 2015 میگم این قسم بود، 2010 هم این قسم بود. مردم وکیلای خود تعیین، ما شما نرفتیم رای بدیم، مردم وکیل تعیین کردن، همین قانونا برآمد. پس میبینیم قوانینی که تصویب شده به اساس رای مردم تصویب شده که همین قوانین، شما پیشتر به این موضوع اشاره کردین که ما امکان داره محاکمه مردم محاکمه کنه و فلان فلان، در حالی قوانینی که به اساس گفته یا آقای زید وکیلا تصویب میکنن پارلمان اینا، همین وکیلا همین مسئولیت به آقای امام علی رحمان داده که هیچ محاکمه نشه، چه حالا چه بعدا، که خود شما بهتر میدونید. مسئله دیگه است که ما باید یک چیزی را سرسری نگیریم، یعنی از عمقش نگاه کنیم. البته از نظر مخالفین موضوع قسم دیگه می باشه. مثال خدمت شما عرض میکنم. شما چند قبل به همین موضوع اشاره کردین که امام علی رحمان پلیسا را جمع کرده و همون پلیسای خودش بود فلان فلان. ما این ویدیو را تا آخر نگاه کردم. اگر کسی این ویدیو را تا آخر نگاه کنه و یک تحلیل درست از این بخواه پیدا کنه به حیث یک شخص بی‌طرف، اونجا میگه که ما یک کمیته را تعیین کردیم برای کنترل کسانی که زمین دوشنبه را توزیع کرده‌اند. یعنی یک کمیته که توزیع کرده، امام علی رحمان اطلاع پیدا میکنه که اینا خلافکاری کردن، پول گرفتن، بعد یک کمیته دیگه را بالای اینها تعیین میکنه. این کمیته نه از دخترش است، نه از بچهش است، از رستم است، نه از آزاده است، نه از فلان. همین کمیته گزارش میاره دوباره برش که همه زمینا درست تقسیم شده، هیچ چیزی صورت نگرفته. حالا اگر بیایم عادلانه قضاوت کنیم که رئیس جمهور بالای مردم اینقدر قهر میشه که من کمیته دومی را تعیین میکنم که خیانت‌ها را برملا کنه، اونا میگن که نه همه چیز درست است و 4 تا از شهردار تاجیکستان از دوشنبه فرار میکنن به روسیه. آیا ما میتونیم ساختگی بگوییم اگر به نظر بی‌طرفانه قضاوت کنیم؟ شما پیشتر گفتین که من چیزایی را که خودم میگم به خودم تکیه کنم و موضوع خودم باشه. من از نظر خودم همون ویدیو را که دیدم، قسمی که معلوم میشه یک رئیس جمهور متعال در دنیا ندیده که پلیسای خود تحقیر کنه، دولت خود پیش دنیا تحقیر کنه. همشون ما میبینیم رنگایشان سرخ و سیاه میشه، همون بلندترین پای مقامش در کمیته اندازه که جمع کردم این قسم در دیگرها می قسم. ما طالع تو رئیس جمهور ندیدیم. ما چرا از یک رئیس جمهور پشتیبانی نکنم که این قسم باشه؟ این به دلیل از این نیست که افغانستان خیلی خراب است. درست است که افغانستان خراب شد، یک تجربه بود به ما، ولی ما هرگز رئیس جمهوری نداشتیم که به مردم خدمت بکنه و شما از تغییر و تبدیل تبدیلات نمیتونید تغییر و تبدیل رئیس جمهورات صحبت کردیم. اگر 10 تا رئیس جمهور هم در 20 سال به ما بیاد چه فایده که یک مشاورش چند سال قبل $42,000 یک مشاور خارجی حقوق داشت، در اینترنت اسنادش است. آقای کرزی زمانی که رئیس جمهور بود، دادستان کل افغانستان آمد مصاحبه کرد، گفت 13,000 جریب زمین به دستور کرزی ما به یک شخص دادم، او را در کاغذ 6,500 نوشته کردم، 6,500 مفت بود، 6,500 باقیش هم گفت مرا جریب 30,000 افغانی بده، در حالی که خریدار 300,000 افغانی هر جریب موجود بود. اگر یک تفاوت بسنجیم 24 میلیون افغانی میاد. اگر حقوق 1000 تا مشاور را بسنجیم 42,000 $42 میلیون ماهی میاد. ما اینطور رئیس جمهور را باید بفهمیم که این قسم ما رئیس جمهور داریم. حالا این فرقی نمیکنه که 10 تا بیاد یا 5 تا بیاد. اگر امام علی رحمان در همینجا نمی بود،
حالا ما مردم افغانستان 6500 پناهنده در تاجیکستان نداشتیم، در همون سر مرز چور می شدیم. اگر نبود همین ملاهایی که مثل ایشان نورالدین در منبر تبلیغ میکنن، ما 5 تا از زیر در سر منبر به خاطر که تروریستا آمدن اونجا بم گذاشتن کشته شدن. اما در تاجیکستان اینجا در منبر کسی بم نمیگذاره. این امتیازایی است که ما نظر به تجارب خود دیدیم. سلامت باشید برادر عزیز. بله. اجازت هست یک سوال خرد بتم حالا بخواید جواب بدید. شما در کجا الان قرار دارید؟ یعنی زندگیتون فعالیتتون کجا است؟ ما در آلمان هستیم. در آلمان است. خیلی خوب. ببینید خیلی من از تشکر میگم برادر محمود جانم که شما را قطع نکرد، چون هم به خاطر مهمانی و هم اینکه حرفای جالب گفتید، طولانی هم که بود ما خیلی استفاده کردیم. تشکر. من در قسمت اولی صحبت شما واقعا فکر میکردم که شما همچین یک برادر و دوست و خیلی بی‌طرفانه دارید مسائل رو قضاوت میکنید، اما این قسمت دومی صحبتون یک کمتر نظری مرا تغییر داد. حالا ما که دوستیم باید کمی شفافتر و صمیمانه صحبت کنیم. این صحبت شما این را میماند که مثلا من تاجیکستانی بیام برای مردم افغانستان من حق نظر دادن دارم که حالا نظری من نسبت استاد عطا چی هست، دکتر عبدالله چی هست، اشرف غنی چی هست و امرالله صالح چی هست، این نظری هر کس هست. اما من بیام برای مردم افغانستان نسخه بنویسم یا راه حل پیشنهاد کنم، هر شهروند اون کشور میتوند به من بگه برادر عزیز شما این نمیتوند یک شهروند یک کشور دیگر حتی اگر خیلی هم داننده اون امور باشد، بخصوص باز از یک کشوری در آلمان زندگی کنند یک جای دیگر، اگر شما میگفتید که بله من در تاجیکستان زندگی میکنم، میگم بله چون در داخل تاجیکستان هستی پس حداقل یک مقدار حق داده میتونستم. اما من در مثل شما در آلمان هستم، بعد بیام برایش در یک صحبت با افغانستانی ها بیام بگم برادران حامد کرزی این است فلان شما غلط فهمیدید مقایسه کنم، یک مقدار اون جایگاه خودی من کمی کاسته میکند و شک پیدا میکنند که آیا واقعا این برادر یا این نفر دارد مسئله ها را صمیمانه و دوستانه میگد یا یک هدف مشخص دارد که پیگیرانه، حالا وظیفه‌اش این است که باید به هر دلیلی باشد مثلا رحمانوف رو بیاد سفید کند و دلیل بتراشد، یا برعکس بیاد همیشه تلاش کند که رحمان را سیاه کند و منفی بگد. من شخصا این گونه پیش قضاوتی یا هدفناک صحبت کردن را قبول ندارم. باز اون از طرف یک کسی باشد مثل که من تاجیک درباره افغانستان صحبت کنم یا برادر افغانستانی در باره تاجیکستان. بعد مثال هایی که آوردید بیانگر اون است که شما خیلی خوب مسائل تاجیکستان هم پیگیری میکنید، حتی اسمهای را میگید که من اصلا خبر ندارم با این کمبودی ما است، اصلا اون بلاگرهای دیگر که من متاسفانه خبر ندارم. اما اونه که استاد عطا یا هر کسی دیگر بعد 20 سال اعتراف کرد، این حسن ایشون هست، این یک نقطه قدرت ایشون است که هر سیاستمدار بیاد اشتباهات خود را اعتراف کند و جای عیب نیست و ما هم بارها از اشتباه خود اعتراف کردیم و امیدوارم که رحمان هم یک روز بیاید که از اشتباه خود که حتما مثل هر انسان کرده است اعتراف کند. اما این چی ربط دارد این مسئله ها با مسئله هایی که ما و شما بحث داریم؟ من اتفاقا به مسئله خیلی نگاهی کلی دارم. برای من مهم این است که تاجیکستانی من، ملت من در مقایسه با سال گذشته پیشتر رفت، بهتر شد یا بدتر. حالا در این یک سال مسائل معیدت شده جزئی چی بود اصلا برای ما قابل توجه نیست. من مسائل رو کلی نگاه میکنم، برخلاف جناب شما که شما آمدید مسائل رو خیلی جزئی، مثلا صحبت یک نفر حالا چی در افغانستان باشد چی در تاجیکستان اینها رو مثال میارید فقط برای آنکه رحمان را تبریک کنید. اتفاقا اون نکته‌ای که شما اشاره کردید که رحمانوف یگانه رئیس جمهور است که مسئولین خود را در جلسه عمومی پلیس میاد به این شکل توبیخ میکند، جزا میتید. اولش اینکه یگانه نیست، این کارو تمامی دیکتاتورهای دیگر میکنن، لوکاشنکو هم در بیلاروس میکند. اون کره شمالی حتی وزیرش را در پیش سگ‌های گرسنه پرتافت، ولی که جناب رحمان فقط از تالار
یک دو گپی درست میگد و از وظیفه میگیرد یا تحقیر میکند به یک شکل. اون بنده خدا در پیش سگها مثل که یک خیش خودش هم بود. ما از این گونه مثال ها در کشورهای دیکتاتوری خیلی زیاد داریم. اتفاقا من کاملا مخالف این هستم. چرا مخالف هستم؟ چرا اون رحمان چه حق دارد که اون شهروند را بدون حکم دادگاه، بدون آنکه گناهش اثبات شود، در حضور دیگران، در مثلا تلویزیون یا در جای دیگر یک شهروند را، یک انسان دیگر را تحقیر میکند، گپی درست میگه؟ کی این حق رو به رحمان داده است؟ غیر از اون که خودش این حق را داده است. اون مسئول پلیس است، مسئول کمیته انداز بود یا هر کسی هست. شما تصور کنید که جناب رحمان همچون پرزیدنت میگه که دزدیدی. شما میدونید که ماهانه حقوق یک پروکورور، دادستان، سردار پلیس، اداره پلیس، امنیت، حتی رئیس یک ناحیه در تاجیکستان چقدر است؟ اگر ندونید من برای شما میگم. من نمیدونم. خب اگر ندونید من براتون میگم که بیشتر از $500 نیست. حالا من خیلی بالا گفتم. وزیر و نماینده مجلس $1000 حقوق دارد. فقط صبحانه خوردن و نهار خوردن یک وزیر، این رو من 10 سال نماینده مجلس بودم، کار میکردم، بسیارش آشنایم است. فقط یک نهار خوردن با مهموناش $1000 است. جناب رحمان این رو خوب میدوند. وزیر رو تعیین کرده است و برای این وزیر $1000 معاش کرده است. رئیس ناحیه موند، رئیس پلیس موند و $500 ماهانه کرد. اتفاقا نرخ مواد غذایی در تاجیکستان برابر آلمان ما و شما هست. یعنی اون جایی که ما زندگی میکنیم و از بعض مواد غذایی از دوستان افغانی که در تاجیکستان زندگی میکنند بپرسید، با شما قصه میکنند که 1 کیلو مثلا گوشت در تاجیکستان چقدر است. 1 کیلو مثلا سیب زمینی چقدر است. مقایسه کنید با نرخ‌های آلمان. این نفر، معذرت میخوام، مجبور است که دیگر بدزدد. رحمانوف میداند که این نفر میدزدد. چرا معذرت میخوام چون عادت کرده. من حالا این رو هر باره که رحمانوف میگم باید عذر بپرسم برای که باید اصلاح شوم. وقتی که یک نفر رو مسئولیت دادی، معاش کم دادی و میدونی که میدزدد، آیا حق دارد که بعد در عامه مردم بیاد از خودش یک رهبری خیلی هم سختگیر و مردمی و خیلی هم مردم گویا که در غم مردم باشد این نفر رو تحقیر کند؟ اگر من بجای اون سردار پلیس یا هر کسی که شما نام گرفتید که او را این کار کرد، من بجای اون میبودم از خودم دفاع میکردم، میگفتم چی حق داری؟ اولش که اثبات کن. اگر اثبات کرده باشی معاش ما رو چرا $100 کردی؟ چرا $500 کردی؟ من وزیر هستم، من وکیل هستم. خب با این معاش چیکار کنم؟ یعنی دوستی عزیزم، یک سیستم هست، یک نظام هست که این فساد را از بالا تا به پایین راه اندازی کرده است. همه میدونن. بعد میاد در تلویزیون برای ما و شما و 4 کس که دست بزنن از این سپکتاکل‌ها و از این نمایش‌ها را برگزار میکنن که بعد چند از دوستان بگن که ماشاءالله ببینید که چقدر رئیس جمهوری عادل هست. ما از این گونه در زمان شوروی هم از این گونه نمایش‌ها را دیده بودیم. برعکس من میگم که رئیس جمهور نباید یک وزیر و یک مسئول را این کار را بکند، بلکه او را که تعیین کرد صلاحیت قانونی بدهد، حقوق بهتر را، حالا نمیگم بالاتر را، یک حقوقی را که دیگه مجبور به دزدی نشود این را بدهد. و اگر که جنایت کرد خود رئیس جمهور حق ندارد این تحقیر را کند. دادگاه هست، دادگاه حکم را صادر کند و بیان او را محاکمه کنند. در همین آلمان مگر خانم مرکل با یک وزیر و با یک نمیدونم رئیسش همین کار را میکند؟ اگر من این را بگم حتما باز جواب شما و دوستای دیگر این میشه که نه ما شرق هستیم و ما کشورهای مسلمانی هستیم و در ما 10 بهانه و دلیل دیگر رو پیدا میکنن. نه، ما هم انسان هستیم، افغانستان هم، تاجیکستان هم، این هم یک کشور است. باید بیایم با اون معیارهای بین المللی خود را مطابق کنیم و نزدیک شویم. برای همچون انسان زیستن هیچ بهانه لازم نیست. انسان در آلمان هم انسان است، در افغانستان هم در تاجیکستان است. اما اگر من و شما برای که هر کس، ببینید دوستی عزیزم، طرفداران هیتلر برای هیتلر بهانه داشتن، دلیل داشتن. از چنگیزخان هم، از امیر
تیمور لنگ هم، از رحمان هم، از هر دیکتاتور دیگه هم، از لوکاشنکو هم، از رهبری کره شمالی هم. خب اگر ما شما همین گونه دلیل بیتراشیم وضعیت ما اصلاح نمیشه. بنابراین دوستی عزیزم من خواهش میکنم اولش که تشکر که به کارهای ملت ما میپردازید و پیگیری میکنید حتما دوستانه، اما در قضاوت ها یک کمتر از این جزئیات بیرون برویم و مسئله ها رو عمومی بینیم. انشالله به یک نقطه مشترک خواهیم رسید. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید برادر صبحی. یک دقیقه صبحی جان دیگر برادران منتظر هستند. درست یک دقیقه من یک جمله میگم. آقای کبیری نظر دادم اشتباه بود. میتونین بگوین که این حرف شما در یوتیوب موجود نیست، در ویدیو موجود نیست و شما نظرتان میتونین بگوین. اگر مردم عقل و دانش داشت میدونه که شما حق هستین، ما باطل. قسمت اولی سوالتون نفهمیدم نظرتون. سوال من نکردم، من گفتم اگر چیزی من گفته باشم که خلاف بوده باشه، یعنی حقایقی را که گفته باشم، ولی من نمیتونم نظر مردم رو تغییر بدم در صورتی که شما هم در مقابل ما باشین و بگوین اینجا اشتباه است. من تا جایی که فکر میکنم همه مثال هایی که دادم در یوتیوب موجود است، هیچ چیزی از خود نگفتیم. اما ما احترام میگذارم برای شما که مرا وقت دادین، تشکر. و اگر نه 1000 ساعت ویدیو هم که ما اینجا تهیه کنیم کم است. شما دلایل خود دارین، ما دلایل خود. تشکر از اینکه مرا در برنامه وقت دادین. سلامت باشه برادر عزیز، خدا نگهبانتون باشه. در برنامه بعدی هم بیاید صحبت کنید با دیگر دوستان و انشالله آهسته تلاش میکنیم که نظرمون با هم نزدیک شود. خداوند افغانستان و تاجیکستان ما و شما را و همه منطقه را به یک ثبات و آرامش و آزادی برساند. خداوند هم ملت تاجیکستان را داشته باشه. خدا عمر برادر عمر بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام. از ما هم اولا یک سه قید کردن میخوام که برادر از سوالایی که میتیم شاید از یک نگاه معنای تنقیدی داشته باشد یا ارادی از نگاه دیگر علت دیگر هم دارد، چون من برنامه شما را خیلی مخصوصا از برادر کبیری، یعنی برنامه که شما برآمد میکنید تحلیل شما را خیلی گوش میکنم، چون تحصیل کرده ساحه سیاست هستم. ولی موضوع هم که غیر مستقیم یا قسمت مستقیم داخل دارد به این سوال، خواستم این سوال مطرح کنم. راستی در چند برنامه شما من یک جواب شما را مشاهده کردم که گفته بودین جناب رحمانوف مثلا در چی گویم قسمت ساحه، یعنی در اولین انتخاباتی مستقل، یعنی یک انتخابات آزاد شفاف آمد وگرنه اون زمان من در یک برنامه این روز سخن از شما شنیدم، وگرنه اون زمان اون قدرتی را نداشت که تقلب به این درجه شود و گوییم که سر قدرت بیاید. و دقیقاً حالا این به همین برنامه که صحبت داریم من از این با تقلب اومد، یعنی این دو سخنی به هم زیم دیگر آغاز کردیم در تو زمانت و همون زمانی که بعد از اینکه ما سلاح را سپردیم و یک مقداری بعد از صلح کردن ما به هم دیگر گویم کدام تضادایی را ذکر کرده بودیم که داشتیم، حتی اون هم گفته بودن که ما تیاریم برای دوباره جنگ برگشتن. یعنی معنای این گپ شما این بود که اون جناب رحمانوف از اون زمان مجبور بود صلح کند به خاطر که قدرت نظامی که شما داشتید. ولی در برنامه پرسپولیس تقریبا اگر خطا نکنم سال 2013 با در افغانستان داشتید، در جواب اون روزنامه‌نگار گفتید که اون ژورنالیست رو برای شما سوال کرده بود، گفتید که اگر در زمان صلح تاجیکان اگر استاد سید عبدالله نوری با اون تفکر صلح خواهانه که داشت از یک طرف و جناب رحمانوف هم با اون تفکر صلح خواهانه که داشت، یعنی هر دو صلح را میخواستن نه اینکه قسمت همدیگر را مجبور کردن، اگر هر دو اینها
همچون صلحخواه نمی بودن، در جای اینا کسی دیگر می بود، ما نمیتونستیم، یعنی آسان نبود به صلح دست یافتن. این دقیقاً جمله شما بود. اگر ما این جمله را نگاه کنیم با اون اینه که رحمانوف هم مجبور کردن و اگر نه صلح نمیخواست، این هم به هم دیگر تضاد است. امیدوارم که از سوال من رنجی نداشته باشه، فقط به خاطر فهمیدن است از اون تحلیلی که از برنامه شما دارم. سلامت باشید. سلامت باشه برادر. نه اتفاقا جای ناراحت شدن نیست، بلکه سوال ها اگرچه انتقادی بود خوبن و باید همین گونه هم باشد. من برات خرسندم. بله، من در کدام صحبت هم گفتم که رحمانوف در یک انتخاباتی نسبتاً دموکراتی شفاف وکیل پارلمان انتخاب شده بود از ناحیه دنقره. اگر خطا نکنم در همون انتخابات از ناحیه دنقره شاید حداقل 2 وکیل انتخاب شدن یا 3 تا شاید باشه. یکیش رحمان بود که رئیس کلخوز بود اون وقت و در مقابل پروکوروری ناحیه دنقره یا کدام منصبداری از خودش بالاتر پیروز شد. همچنان که از حوزه فیض‌آباد ما بازار صابر در مقابل پروکورور ناحیه بود یا کدام منصبدار دیگر و سفرعلی رجبوف در مقابل یک منصبدار دیگری دولتی که معلم PTOی 24 دوبیده بود، اونم پیروز شد. استاد تورجانزاده در اون انتخابات در مقابل کدام منصبدار دیگر پیروز شد. طاهر عبدالجبار انتخاب شد. ملا حیدر از کلاب انتخاب شد از ناحیه اصفهان و یعنی اصلی صاحب نظرف انتخاب شد. و اگر انتخابات اون زمان آخران انتخابات زمان شورایی بود، اگر انتخابات دموکراتی نمی بود، مثل حاضره می بود که حکومت رحمان کرده ایستاده است، یگان اپوزیسیونر در مقابل یک نماینده حکومت پیروز نمیشد، از آن جمله خود امام علی رحمان هم. و اون فضای نسبتاً آزاد بود که بعضی نفرایی که حکومت اون زمان نمیخواست، برای حکومت اون زمان آدمانی نادرست حساب میشدند، اینا به پارلمان راه نمیافتند. اما بعد از این همه انتخابات اولینه که در یک فضای دموکراتی برگزار شد و این مثلا امام علی رحمان سر قدرت آمد و دیگر گروه ها که دیگر الکی وکیل مجلس نبود، الکی رئیس شورای عالی و شخص اولی کشور بود. تا امروز در تاجیکستان یگان انتخابات دموکراتی برگزار نشده است. یگان اپوزیسیونر، یگان نفر بیرون از حزب حاکم، از گویم که مخالف سیاست‌های رهبری دولت مثل اون سالها دپوتات انتخاب نشده است. شاید شما سوال بتید کسی دیگر پس خودی من چی که من 2 دوره دپوتات بودم. من در حوزه انتخاباتی پیروز نشدم. از روی بیوخت حزبی من، استاد همت‌زاده، سید عمر حسینی، حتی شادی شبدالوف، اینها که مخالف بودیم، اپوزیسیونر بودیم، از روی بیوخت‌های حزبی، اونم به خاطر آنکه در اون پارلمان چند نفر باشند یا از اپوزیسیون برای همون دیگر احزاب رو انتخاب میکردن. اما این معنی رو ندارد که من گفته باشم که امام علی رحمان در نتیجه یک انتخابات دموکراتی یا نیم دموکراتی سر قدرت آمده باشد. نه، در نتیجه یک انتخابات نیم دموکراتی، نیم شفاف در زمان شوروی به سیاست کلان وارد شد و همون وقتی که رئیس شورای عالی انتخاب شد، وکیل مجلس، وکیل پارلمان بود، وکیل شورای عالی از زمان پیشتر. منظوری من برادر عزیز این بود و هیچ حداقل در این مسئله من یگان تناقض رو نمیبینم. شاید اگر باز یگان ملاحظه دیگر باشد بعداً میشنویم. اما در مسئله قسمت دیوم سوال یا سوال دیومتون، بله من حالا گفته سودان و همه میدوند و این رو همه میدونن که امام علی رحمان مجبور بود این رو ادمیشن معاونی وزیر خارجه روسیه در مصاحبهش گفت و مجبور شد که صلح کند، چون نیروهای اولی اینات اتحادیه اپوزیسیون در 7 کیلومتری شهر دوشنبه قرار گرفتن. حکومت افغانستان چند سال پیش میگفت که من با طالبان صلح نمیکنم. چرا؟ برای که طالبان رو اعتراف نمیکرد، امریکا کمک میکرد. اما وقتی که مجبور شد
قبول ندارد عقیده طالبان رو. هر وقت مجبور است دیگه صلح کنه. دیگر چیکار میکنن؟ رحمانوف هم دقیقاً در همین موقع در همین وضعیت قرار داشت. اما بگذار با فشار هم باشد، زیر تأثیر و فشار مخالفین هم باشد، بالاخره به صلح راضی شد. من وقتی در تلویزیون طلوع افغانستان 10 سال پیش گفتم که دو طرف وقتی که صلح را میخواستن، صلح تاجیکستان برقرار شد و این واقعیت است. اما چگونه خواستند، کی آنها را مجبور کرد که این صلح را بخواهند، راضی شوند، این مسئله دیگر است. شما فکر میکنید که بالای یعنی طرف مخالفین فشار نبود؟ یعنی همه صمیمانه این صلح را میخواستند. وقتی که اپوزیسیون نهضت اسلامی تاجیکستان از مرز افغانستان شروع کرده با کمک استاد برهان‌الدین ربانی، شهید احمد شاه مسعود، ایران، پاکستان، هر کسی که بود و خود نیروی مردمی آمدن تا 7 کیلومتری دوشنبه و در اوج پیروزی ها بودند و بسیارا گفتند که صلح را نمیخوایم. برای چی؟ برای که 1 سال دیگر اگر مبارزه را ادامه بدیم کاملا پیروز میشیم. اما بعضی فشارها آمد گفتن نه دیگر این ادامه جنگ هست، باید شما صلح کنید و هر دو طرف تحت فشار قرار داشت و هر دو طرف این گفت و شنید را خواست، حالا با فشار یا صمیمانه، و این الحمدلله که این صلح برقرار شد. و من فکر میکنم که این تناقض اصولا در این جا نیست. بعدا یادتون نرود برادران عزیز که اون صحبتی من با تلویزیون طلوع در 10 سال پیش همگی 20 دقیقه است. شما نمیتونید در یک مصاحبه 20 دقیقه‌ای، اونم با یک تلویزیون یک کشوری بگذار دوست و برادر هم باشد که از تمام جزئیات خبر ندارد، ما بیایم تمام این مسئله رو ریز شرح بدیم. بخصوص طرف وقتی خواهش میکند که ما 20 دقیقه صحبت داریم و شما باید حداقل به 10 سوال جواب بگید که برای هر جواب 2 دقیقه باشد. دیگر فقط کلیات گفته میشود و با جزئیات دیگر ما وارد نمیشیم. همین است نظری من برادر عزیز. تشکر. منم اینجا چیزی دیگر گفتنی نبودم، فقط نظرم این بود که یک نافهمی در من وجود داشت، خواستم که اصل واقعه را بفهمم. زنده باشید و سلامت. سلامت باشید برادر عزیز. سلام علیکم. و علیکم سلام. من با اکای مودین کبیری سوال داشتم. اکای مودین وقتا سلامت باشید. همینجا ما بحث منصوری باشید سر طول یک موضوع شد 3 نفریم، ما جانبدار شما یا جانبدار حکومت. آیا در آینده اگر مویدین کبیری پرزیدنت شود، فرزندای ما یا ما خودمان میتونیم خیلی پخش آنلاینی خیلی با اونا صحبت کنیم؟ یا اینکه پیشتره سامانه چی بود رئیس محمد سعید عبیدالله سامانه داشتن، همونجا می نوشتن، بعد همون قطع شد که آینده همین گفتگوزار شما قطع میشه یا که دوام میته؟ اون کسانی که با شما بحث میکنن نظرشون چی است؟ فکر میکنن چی میشود؟ نو فکر میکنن که با شما پرزیدنت میشین با رنگ همی پرزیدنتی حاضره که گشنه با دوام میتین رنگ همی. بله، من همینم میخواستم از شما بپرسم که تمام تخمین منم تصدیق شد، چون در ما یک ذهنیت رو همیشه با وجود میارن، میگن که هر کسی در تاجیکستان پرزیدنت شود حتما میدزدد، شاید که از امام علی رحمان بیشتر بدزدد، خیش و تبارش رو منصب میدهد، هر کسی بیاد همین کارو میکند و این تا جای بعضی واقعیت ها دارد، برای آنکه متاسفانه در طول این چند صد سال ما در دولتداری یک حکومت و یک رهبری عادل و یک رهبری مردمی رو نداشتیم، چه از زمان امارت بخارا و چه زمان بولشویکا. و حالا در زمان بولشویکا چند دوره بود کوتاه، مثل اولجبایوف، باباجان غفوروف و حتی جبار رسولوف، محکموف، خدا رحمتش کنه، انسان‌های خیلی ساده بودن اما مستقل نبودن. بعد همه فکر میکنن که حالا هر کسی هم که پرزیدنت شود حتما اشتباهی همینا رو تکرار خواهد کرد. امروز من که رهبری پیمان ملی تاجیکستان هستم باید اعتراف کنم که یک مقدار وقتم بیشتر است و کار من همین است. یعنی من الان نه
جوابگری مسئولیت مثلا اقتصادیات کشور هستم نه امنیت کشور، بلکه همچون رهبر یکی از نیروهای اپوزیسیونی وظیفه رسالت من این است که همچون اپوزیسیون عمل کنم و این کارم کرده ایستادم. اگر من با جای رحمان باشم یا هر رهبری هر حزب و حرکت اپوزیسیونی دیگر با جای رحمان بیاد، مطمئن باشد که مثل من دیگر وقت زیاد ندارد که هر هفته بیاد آنلاین کند. بنابراین من گفتم که هر 100 روز حتی 100 روز اول اون هر کسی که پرزیدنت آینده تاجیکستان میشد بیاد گزارش رو به مردم ارائه کند که در این 100 روز اول چی کار کرد و این گزارش ها باید که بردوام باشد، با روزنامه‌نگاران مصاحبه کند، با مردم حداقل مثل ولادیمیر پوتین یک صحبت آنلاینی رو تشکیل کند یا به یک شکل دیگر که رئیس جمهور میکنند. اما اینکه در طول 30 سال یک مرتبه با روزنامه‌نگاران نشست مطبوعاتی برگزار نشود، بخصوص با روزنامه‌نگاران محلی یک صحبت آنلاینی با مردم نشود، به سوالهای مردم جواب مستقیم گفته نشود، یعنی معنی را دارد که این شخص یا هر کسی هم باشد، چه امام علی رحمان چه کسی دیگر، خودش رو از ملت جدا بالا و یک شخص استثنایی میداند که عیب میداند برای خودش که بیاد با مردمش صحبت کند. بعد نمایش تلویزیونی میکنن، پیشکی یک خانواده رو آماده میکنن، رنگ و بار میکنن و حولی را میرود یک پیاله چای با اونا میگیرد. با این مثل که دوست افغانستانی هم دیگر مردم که از واقعیت خبر ندارن میگن ماشاءالله ببینید چقدر رئیس جمهوری مردمی است که خانه یک مردمی عادی رفت خبر گرفت و یک پیاله چای نوشید و از این قبیل کارها. ولی به خبر از اینکه این یک جزئی از اون سناریو هست که اول اون روستا رو دیها رو خالی میکنن، همسایه‌ها نیستن، بعد اونجا رو تعمیر میکنن، بعد اینا مثل که به یک کار میرود. این نیست که یک بار خست و بدون آنکه کسی رو آگاه کند رفت بازار و رفت خانه یک مرد عادی پرسد که حالا اینجا چی وضعیت داری، یا باید روزنامه‌نگار یک بار آمد مصاحبه داد. چخیلی که دیگه پرزیدنت ها را رفته ایستاده است، یک ژورنالیست سوال میتید جواب میگرداند، سروزیر جواب میگرداند. اما در تاجیکستان نیست. مطمئن باشید که من وعده داده نمیدونم، حق ندارم که بگم هر هفته آنلاین میکنم، ولی مطمئن باشید که حتما با مردم صحبت خواهم کرد و هر کسی هم که رهبری تاجیکستان میشود آینده باید همین کارا کند. آمد باشید، مناسب شد بفرمایید. سلام علیکم محمدین کبیر. سلام علیکم برادر محمود جان. برادر محمدین کبیر، شما گفتین که مردم تاجیکستان فکر خود را به سیاست زیادتر کنند، ولی اگر همین طور باشه فکر خود را ما که فکر آزادی خود را داریم، اگر بگیم یا زندانی میشیم یا که کشته میشیم. درباره همین فکر اندیشه خود را بگیم. دیگه سوال مهم است درباره نرخ سبزی. برای نرخ سبزی در جمهوری تاجیکستان بالاتر رفت چه نرخ بنم. حالا در این سوال آخرتان شروع کنیم. برای که بنان در برزیل پرورش می شود، از برزیل از اون طرف دنیا میاد با کشتی، سبزی در تاجیکستان استحصال می شود. حالا فرق همین است، یعنی این سوال رو باید از وزیر کشاورزی یا از رئیس حکومت باید پرسید. نه، حالا من فکر میکنم که تصور کنید که همون کشاورز تاجیک، کسی که سبزی یا کارتوشکا یا پمیدور رو استحصال میکنه در تاجیکستان، او هم با بریگادیر قشلاق رشوه میدهد، با رئیس جماعت، با اگرنام، یعنی همه اینها بالای نرخی که در بازار برآورده می شود اون جمع می شود. اون کسی که سبزی و پمیدور و کارتوشکا رو استحصال میکند نمیتواند در بازار از نرخی که براش تمام شده است ارزانتر بفروشد، وگرنه تجارت نمیکند. در مجموع این همه سیستم اقتصادی، این پاره‌خوری و اون نفر دارواری را قیمت بگیرد، زمین را قیمت به نرخ گران اجاره بگیرد، آب را به نرخ گران بخرد، برق را با نرخ گران بخرد. وقتی که سبزی و پمیدور استحصال کرد، تولید کرد، طبیعی است که باید که در بازار با نرخ ارزان‌تر. اما اونی که در بنان رو در برزیل یا در افریقا پرورش میکند،
اون مثل تاجیکستان این مشکلی را ندارد. اگرچه این مسافه که طی میشود و میآید تا اینجا خیلی گران است با کشتی و با اینا. برای چه کارتوشکایی که در پاکستان استحصال میشد، حتی ما بعضی محصولات را از افغانستان همسایه هم وارد میکنن، ارزانتر از تاجیکستان است، در صورتی که در ما آب بیشتر است. مثلا تاجیکستان سرچشمه آب است. چگونه مردم پاکستان که خودشون آب رو میخرند و اینقدر مشکلی دارن کارتوشکا رو ارزانتر استحصال میکنن از مردم تاجیکستان. بنابر همین این یک پرابلم صرف حکومتی هست، مدیریت هست و دیگر عیب اون تاجر و اینا نیست. سوال یکم تان دوستی عزیز چی بود؟ چون سوال دیگه تان مهمتر بود، من از این شروع کردم. شما گفتن که در گفتن مردم تاجیکستان فکر خود را با سیاست زیادتر کنه، ولی اگر همین طور باشه ما که فکر آزادی خود داریم، یا که ما زندانی میشیم یا که کشته میشیم. درباره همین فکر خود داریم. خب ببینید شما وقتی پس چیکار کنیم؟ یک انسان بله محمود جان میگم پس چیکار کنیم؟ گفته این برادر. ببینید وقتی یک انسان رو میگن که در سیاست فعال باشن و مدیریت کشور و تقدیر ملت رو ملت خودش به دست بگیره، معنی نداره که همه بیان حکومت رو تنقید کنن، همه مخالف حکومت باشند و بعد ما این رو شرکت فعال در سیاست بگیم. بگذار طرفدار امام علی رحمان باشن، طرفدار سیاست‌های حکومت باشن، اما این رو صمیمانه، فعال، با دلیل و منطق بیان کنن، بحث کنن و هیچ کس رو برای گفتن اندیشش زندانی نکنن، مهاجر نکنن. و اگر ببینید برادری عزیز، اگر همه فعال باشن، همه نظرش رو بگن، شرکت در سیاست نقطه نظر خود را بیان کردن یک کاری عمومی می شود، یک کاری طبیعی می شود. اما وقتی که یک گروه کم به گفتن مشغولن، اکثریت خاموشن، این رفتار گروه کم در نظر بعضی ها همچنین یک کاری استثنایی، جنایت، کاری ناخوب قبول می شود. ما باید کاری کنیم که پلیسی ما، امنیتی ما، پروکوروری ما، مقامات ما عادت کنن که در یک جامعه آزاد فعال سیاسی بودن، شرکت کردن در سیاست، تنقید کردن، این حقی که اینستیتوشنی هست، حق یک انسان است، نباید برای این زندانی شود. اگر همه اشتراک کردن، همه فعال باشن، من باور دارم که آهسته آهسته این ذهنیت از بین می رود. سلامت باشین برادر محیدین کبیر. همین دو سوال داشتم برادر. تشکر، سلامت باشید. بله محمود جان صداتون قطع است. پرشه بفرمایید. اگر پرشه سلام علیکم. کلی تماشابینای پیمان ملی، بخشش که کمتر در سالی کرونا ویروس دچار هستم، بازم کمتر خسته است. یا دو سوال داشتم با استاد. بفرمایید. خداوند شفاتون بده. بفرمایید برادر. رحمت. نفسم تنگی است. دو سوال داشتم با استاد. نگاه شما چی باشد همین؟ بود در دنقره زوادی نفت تکشینی ساخت، برای چی همین رو به کار نمیبرد؟ از چی سبب باشد که ما همگی 300 کیلومتر از 5 تا ایران راه داریم، ده ها مرتبه یا نه یکی برادر آوازش قطع شدن، او سیگنال سست است برادر پرشه. سوالم در به فکرم استاد اگر خودشون خوف طرف ایران. این برادر عزیزمون خداوند شفا بدهد. این برادرمون صداش قطع شد نمیشنوه. دیم سوال اومد سوال باید نقشه
حاضر هست. سوال دویم تو آها. دویم سوال من این است که درباره ساختن دولت دموکراتی حرف زدید. ولی من خیلی خرسند هستم. من از 13 سالگی پیگیری این سیاست رو دارم و 41 سال دارم. چه خیلی که میبینیم دولت‌های 4 دولتی که دموکراتی شدن اینها خیلی ضعیف شدن، زمین‌های خود رو از دست دادن. مثل ارمنیا قره‌باغ رو، اوکراین 3 ولایتش رو و این میبینید گروزیا ابخازیا رو. چه خیلی دیدیم و قرقیزستان قریب که بودکان رو از دست میداد از سببی که خود موسوسی کردیم. این بودکان زمین تاجیکو است، زیرا که اونجا تاجیکو زندگی میکنن، تاجیک هستن، تاجیکو از همراه من کار میکنن. ما کم احساسی که باید این رو میگرفتیم. چه خیلی که وزیر امنیت اسرائیل گفت که بخشش که کمتر نفس هم نمیرسد، رئیس امنیتی که اسرائیل کدمی جنوبی کدمی گفت که دولت‌هایی که پسشرویی که چی شدن دموکراتی شدن اینها خیلی ضعیف شدن. از چی سبب؟ از سببی که روسیه خنک نظری میکند. از این حالت دیگر دولت‌های همسایه زمین را ضبط میکنند. آیا خیف نیست که بعد ساختن دولت دموکراتی در تاجیکستان شاید تاجیکستان قسم خود رو از دست دهد؟ سلامت باشید. دیگر سلامت باشید برادر عزیز، خداوند شفاتون بده. واقعا احساس میشه که شما با دشواری صحبت میکرده، همین که در وقت بیماریتان و اون تنگی نفس بازم صحبت میکنید، واقعا معنی را دارد که دلتون به ملت و به کشور میسوزد، وگرنه هیچ ضرورتی نداشته که در این شرایط بیاید صحبت کنید. من باور دارم که اگر در دنقره زواد نفت ساختن حتما با یک نیت نیک ساخته شده است که این زواد نفت کارکرد بنزین کند و دیزل کند و تاجیکستان یک شرایط بهتر داشته باشد، چون وارد کردن بنزین اینا گرانتر تمام میشد از آن که شما نفت رو در داخل کشور کارکرد کنید، مواد خام رو از خارج بخرید، مثل که در ترکیه میکنن، حتی هم بلاروس هم که خیلی نفت کم استحصال میکند اما یکی از زوادهای بزرگترین کارکرد نفت دارد که بنزین استحصال میکرد و نفت خام رو میخرید. من حتما نیت حکومت را و مسئولین را برای ساختن این زواد، چون چی در دنقره ساختن چی در جای دیگر، نیتی نیک میدونستم. اما چون در ما متاسفانه در اقتصادیات ما دوربینی نیست، تحلیلی درست نیست و متخصصان خوب نداریم، اومدن یک زواد را با پول حتما بودجه، پول کلان یا حتی پول شخصی هم باشد در یک جای ساختن، در یک زمان ساختن که دیگر نه مواد خام هست، شاید وضعیت سیاسی منطقه را با نظر نگرفتن، وضعیت مواد نرخ‌ها در مواد سوخت در جهان به نظر نگرفتن و نبودن این مشکلی در تفکر دولتداری، در مدیریت و نداشتن دانش عمیق اقتصادی باعث آن میشد شما میاید یک کارخانه را میسازید و با آرزوی آن که بنزین ارزان داشته باشد، اما چون حساب کتابتون غلط بود، تجربه نداشته، دانشش نیست، دیگر اون کارخانه استحصال نمیکنه. یک کارخانه کارکرد نفت اگر 20 سال 20 هم خیلی یا فرسوده میشد یا در بازار دیگر به درد نمیخورد، چون کارخانه‌های ارزانتر و از لحاظ تکنولوژی پیشرفت‌تر روی صحنه میان و دیگر اون یک آهن‌پاره بیش در اونجا نخواهد بود. ولی امیدواریم که باز وضعیت در منطقه آرامتر خواهد شد و در افغانستان همسایه اگر صلح برقرار شود شاید که بتوانیم از کشورهای مثل ایران، از کشورهای خلیج فارس نفت خام را ارزانتر خریداری شود. گفت شما تا مرز 5 بیارن و در این کارخانه بنزین وطنی را ما تولید کنیم که کار بسیار خوب میشه. اگر این عامل ها به هم جور آمد و گفته برادران افغان، انشاءالله که کارخانه هم به زودی کار خواهد کرد. اما در مسئله اون سوال دوم شما که دولت دموکراتی شد ضعیف میشد، نه، اگر که در جای دولت حالا از روی اون که دموکراتیا بود ضعیف شد، معنی نداره که در همه جا هم میشه. مگر کشورهای اروپایی
کشورهای ضعیف هستند که دموکراتی هستند یا امریکا یا کشورهای دیگر. ما که در تاجیکستان دولت دموکراتی نیستیم، یک دولتی از روی جدول فریدم هاوس هشتمین کشور دیکتاتوری دنیا هستیم بعد کره شمالی و بعضی کشورهای دیگر، ولی زمینمون رو از دست دادیم. یک قسمتش رو به چین همسایه دادیم، یک قسمت 600,000 کیلومتر مربع اصلا نیست. در شوروی ما 143,000 کیلومتر مربع داشتیم، حالا 141,000 و چند کیلومتر علاوگی. خب 1100 شو به خیتای دادن، 600,000 کیلومتر مربع. حکومت تا امروز، من 2 ماه پیش سوال گذاشتم که به مردم جواب بگید که 600,000 کیلومتر کجا شد، هنوز هم جواب نداده است. اگر ملت طلب نکند جواب نمیتید. مگر اینجا دموکراسی گناهگار است؟ حکومت امام علی رحمان حکومت دموکراتی است. ارمنستان یگان گوشه زمینش رو از دست نداده است. قره‌باغ تریتوری آذربایجان بود در زمان شوروی و جامعه جهانی قره‌باغ کویر رو همچون سرزمین ارمنستان هیچ وقت اعتراف نکرده بود. هیچ کشور دنیا اعتراف نکرده است. آذربایجان با پول نفت و نه از آن که اینا کشور دموکراتی نیستند، آذربایجان میلیاردها دلار از حساب فروش نفت و گاز درآمد میگیرد و بودجه سالانه وزارت دفاع آذربایجان برابر همه بودجه ارمنستان هست. و این هواپیمای بی سرنشینی ترکی رو یا خرید یا به پول گرفت. از اسرائیل با مبلغ زیاد سلاح میخرد، از روسیه، از تمام دنیا. ارمنستان که مثل تاجیکستان یک کشور کوهستانی هست، نفت و گاز ندارد، در اساس مثلا کشاورزی و صنعت اینا رشد کرده ایستاده است. طبیعی است که بودجهش برابر بودجه آذربایجان نبود و این سرزمین خود آذربایجان را از دست داد و این هیچ ربطی به دموکراسی و به دیکتاتوری بودن یک کشور ندارد و تجربه خود تاجیکستان نشان داد که میتواند یک کشور در زمان دیکتاتوری هم سرزمین را از دست بدهد، میتواند اگر که مدیر خوب نباشد در زمان دموکراسی هم این کار انجام شود. بنابراین من به این خلاصه شما اگرچه احترام دارم ولی راضی بودن نمیتونم. خداوند شفا کند برادر عزیز، سلامت باشید. سلامت باشید. حالا از برادر عبدالله خواهش میکنم که صحبت کنن و بعد از همه برادرها خواهش میکنم خواهش میکنم که زودتر گپ بزنن برای اینکه الکی 2 ساعت و 17 منوت شده است. شکیم تا در 15-20 دقیقه ختم کنیم برنامه. سلام علیکم استاد عزیز، امیدوارم خوب باشید. علیکم سلام، سلامت باشید. استاد عزیز، من میخواستم یکم سوال نداشتم. میخواستم که در همه آینده های نزدیک انشاءالله هم یک دولت بسازن که بگن که ما تاجیکیم. هم یک چیز نگفتیم، میگن 1992 ما در 1992 94 96 97 نبودیم، همین موندیم همین 1992. همین شعار در همین چی مونده 30 سال او جنگ گذشت. همین ها زیران همه 1992 میگم ما من میشه میگم که یک دولت بزرگ 30 سال او جنگ گذشت، حالا هم در گوش ما همه 1992 میخوان. همین حکومت ما یا چی نگفتی سال 1992 میخواهید یا چی نگفتی سال 1992 میخواهید. امیدوارم که ان شاء الله در آینده دولت بسازن که واقعا ما صاحب استقلال آزاد، کی میخواد ریشمان، کی میخواد سطر کن، کی میخواد مینی یوب کپوشه، واقعی در امان خدا باشه استاد. سلامت باشید برادر عزیز. دیگر سلام پورا فهمیدید. سلامت باشید. بفرمایید مامون. صدا نمیاد برادر محمود جان. میگم در این سخن برادر عبدالله دیگر خواهش یگان چیز نمیگه؟ نه دیگر سوال ندادن و فکراشون درست است. شرط نیست که ما در همه حرفای دوستا باز شرط کنیم، دیگر وقت رو از دست ندیم. سلام علیکم. از داخل بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید.
امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین. سلامت باشید. سلامت باشید. به خدا از برای الله شما رو دوست می‌دارم، مخالفان را. اما یک چی دارم، چرا مخالفان از زبان مخالفان یگان چی نمیبرد که اگر جای الو بله بفرمایید. آمد. بله بفرمایید. خب از زبان مخالفان یک بار نشنیدم که اگر ما در سر قدرت آمدیم حکم الله را جاری میکنیم در تاجیکستان، نه که بسیار خوب. استاد بفرمایید. سلامت باشه برادر عزیز. از داخل سلام ما را به داخل برسونید. چرا ما میگیم که اگر آمدیم به سر قدرت این رو نمیکنیم؟ حکم الله چی است؟ حکم الله عدالت است. یعنی ما وقتی میگیم که سر قدرت آمدیم عدالت رو برقرار میکنیم، یک حکومت عادل باید بیاد، دیگر حکم الله همون است. مگر خداوند غیر از عدالت به شکل دیگر حکم میکند یا یگان چیز دیگر دارد؟ اما منظور شما اگر از حکم الله مسئله های دیگر باشد، نه، اون را دیگر ما در اینجا میتونیم با شما بحث کنیم، با دیگران. اما مطمئن باشد که شخصا خودی من، حالا ما در این مسئله، من نظری پیمان ملی رو نه، نظری شخصی خودم رو بیان میکنیم که از نگاه من هر کی هم که به سر قدرت آمد مطمئن باشد که باید همون حکم الله یعنی عدالت باید در اونجا تطبیق شود. اما اگر منظور شما اینجا شریعت باشد یا تطبیق بعضی از قوانونی که مثل حالا بعضی ها میگن که حکم الله اینه که دست بریدن و سنگسار کردن و اینها، ببینید اینا جزئی وظیفه و مسئله یک حزب سیاسی نیست. این جای بحث دارد و این مسئله دیگر است که نه، این در شرایط امروزی تو اصلا حالا علمای اسلامی هم به این نظرن که در یک زمان در یک جای این ضرورت داشت، اما الان دیگر به جای اون میتواند یک حکم جزایی دیگر تطبیق شود که دیگر شرط نیست ما حتما اون معیارهایی که در یک زمان عملی میشد اونها رو تطبیق کنیم. اما حکم اصلی پروردگار، حکم الله، این عدالت است که دیگر وظیفه هر حکومت است که اون رو تطبیق کنه. علی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. استاد خوب هستین برادران؟ و علیکم سلام، تشکر. بفرمایید. استاد ما یک هم پیشنهادم هست هم بگیم سوالم میگیم میشود همین نمیشه که ما همه مهاجرا مثلا در هر یک شهر ناحیه هایی که مثلا از خود مثلا شنبه از تمام شهر ناحیه هایی که هسته ما همه کسا مهاجر، من خودم مهاجر هستم، 9 سال باز در مهاجرت هستم. نمیشه که همه مثلا ما مهاجرا در هر یک شهر ناحیه ها رویم مثلا ای حکومت کد طلب کنیم، مثلا در هر یک ناحیه مثلا 20 نفر یا 40 نفر همچنین مثلا رویم طلب کنیم که مثلا ما کار دهیم، ای مهاجرت باشه که جبه رویم ما کار طلب کنیم که برای ما کار دهید. در مثال در میگن که مثال کار هست یا که مثال کارخونه های مثال شدیم این اون وای بسیار میگن به همین خاطر نمیشه که ما روی مثال طلب کنیم حکومت که برای ما کار که در حالت که اگر کار نکنه برای ما مثال یگون معاشای پولتیان اگر که نمیتونن بس بعد مثلا رای واسه حکومت یا که یگون خیلیش باشه یگون کار کنیم همین کار نمیشه. سلامت باشه برادر عزیز. منم در یک صحبت قبلی هم گفته بودم که مردم دیگر از اون که رو به هجرت میارن و کار رو در خارج جستجو میکنن باید همه تلاش کنیم که این جای کار در داخل کشور پیدا شود. تاجیکستان این ظرفیت رو دارد. حالا من نمیگم که 100% ما این ظرفیت امکانیت رو داریم که همه شهروندان تاجیکستانی رو در داخل کشور به کار تامین کنیم و هر کسی این دعوا را کند حتما دروغ گفته است یا دانش اقتصادی و سیاسی ندارد. اما من مطمئنم که حداقل 50% کسانی که امروز در خارج کشور همچون مهاجر کاری فعالیت میکنند در داخل کشور جای کار پیدا کرده میتوانند اگر سیاست درست اقتصادی باشد، مدیریت کشور به شکل درست باشد و این رو باید طلب کرد از حکومت. از بجای آن که مثلا حکومت میاد مثلا قصرها میسازن، نوروزگاه چند تا در همه جا، پرچم‌های بالاترین در همه
ناحیه ها، اینا بالاخره پول بودجه هستند. بجای همون جای کار تولید کند، کارخانه بسازند، کارخانجات برای تولید محصولات خواجگی قشلاق، زراعت ها، برای کارخانجات دیگر، اینا جای کار میشد برای مردم. اما وقتی پول بودجه رو خرج این مراسم، حالا ببینید که حساب کنید، مثلا بپرسن از حکومت که برای جشن 30 سالگی در همین شرایط کرونا ویروس چند ده ها و شاید صدها میلیون دلار از پول مردم، از پول بودجه خرج میشه. با این پول اگر که جای کار بسازن، در استحصالات جاری شود، همون مردم شهد استقلالیت رو در زندگی در خانوادهش بچشد. چی لازم است این جشن 1 ساعت رقصیدن با جناب رحمانوف یک جایه، ولی بعد طول سال گرسنه نشستن و کارتوشکا و سبزی رو برابر آلمان خریدن. چی لازم است این؟ بنابر همین من موافقم به این که باید که در داخل کشور این جایها کار تولید شد و مردم طلب کنن و کسانی که در بیرون جای کار از دست دادن برگردن به تاجیکستان. 100% موافقم. استاد 2 ساعت و 25 دقیقه شد. یک سوالی که نوشته جات است در موضوع رد دارد این است که یعنی شفافیت که یکی از اصولهای پیشگیری از همین فساد هست در هر حکومت و هر گروه و هر این، و تا چه حد همین شفافیت در حزب نهضت و حالا در پیمان ملی عملی می شود؟ یک. و دوم سوال این است که حکومت فشار میارد، این فشار حکومت باعث می شود که مثلا هر گروه هرچی از شفافیت کمتر، یعنی یک کمی مثلا رعایت نکند به خاطر بعضی نازکی‌هایی که اون طرف انجام میدهد، ولی با در عین حال باید شفافیت باشد که مثلا بدون شفافیت این خودش فساد است و باز میبرد به عقب ماندگی و دیگر. بین این دو مشکل چی طور باید جمع کرد؟ سلامت باشید. واقعا شفافیت و شفاف بودن از اصل زیربنای یک جامعه معاصر هست و اگر که شفافیت نباشد یعنی گپ درباره ریشه‌کن کردن فساد و کروپسیا و رسیدن به یک جامعه آزاد معنی ندارد. اما شفافیت در چی؟ مثلا بعضی ها میآیند بین مثلا یک شرکت، یک کارخانه و بین حکومت فرق گذاشته نمیتوانند، بین یک حزب، بین یک گروه، یک جماعت و حکومت و دولت فرق گذاشته نمیتوانند. برای مثال وقتی که ما میگیم شفافیت در اداره کشور باشد، در نهادهای دولتی باشد، حکومتی باشد، بعد میان همین سوال را جواباً به ما میگویند که خب شما مثلا چقدر شفاف هستید؟ یک حزب سیاسی چه پیمان باشد، چه نهضت، چه حزب کمونیست، چه حزب خلقی دموکراتی، باید در نزد دو گروه شفاف باشد. یکی در نزد قانون، اگر در چارچوب قانون عمل میکند، دیگر در نزد اعضایان همون حزب یا همون گروه گزارش بتید، ارشاد بتید وقتی که از اعضا حق همون اعضاها فعالیتش را انجام میدهد. اما شرط نیست که این حزب یا این جماعت یا یک اتحاد مثلا روزنامه‌نگاران یا رسامان، نقاشان بیان بغیر از قانون و نهادهای مخصوصی که باید با اونها گزارش بدهند و اعضایان خود به منی که اصلا با اون اتحاد هیچ ربط ندارم به من گزارش بده. مثلا حزب کمونیست بیاد با من گزارش بده. من چرا؟ من مگر اعضا حقی سپردم در اون حزب؟ مهم که به اعضای اون حزب گزارش بده و آیین‌نامه اون حزب چی رو که طلب میکند. یک حکومت، یک کشور چون مال همه کشور هست، دولت از همه تاجیکستانی است، اعضای کدام حزب باشید، اصلا به حزبی هم باشید، شفافیت در نزد همه مردم اینجا خیلی مهم است. اما یک حزب، یک جماعت، یک نمیدونم کماند فوتبال یا هندبال شرط نیست که به همه دنیا بیاد گزارش بده. مهم که در داخل خودشون شفاف باشن. ما اگر این مسئله رو با هم آمیخته نکنیم و خیلی از مشکلات ما حل میشد. وقتی که ما میایم شفافیت رو از حکومت طلب میکنیم، اعضای حزب دیگر میگه که خب پس شما چرا به من گزارش نمیدید؟ من مهم که به اعضای هم حزبی خودم گزارش میدم. این یک مسئله. دوم اینکه ما تا زمانی که در داخل کشور بودیم در چارچوب قانون‌های تاجیکستان عمل میکردیم، تمام این گزارش‌ها شفافیت در کارمان هم به اعضای حزب، هم به وزارت عدلیه، هم به پروکراتور بود
اونا می آمدن سنجش میکردن، گزارش میگرفتن و هر سال ما نه تنها ما همه حزبا این گزارش ها را میدادیم و همه چی شفاف بود. اما الان ما در پیمان ملی تاجیکستان، در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از چارچوب قانون های عمل کننده کشور بیرون هستیم، چگونه ما حاضر بیایم در وزارت عدلیه یا به پروکراتور یا به یک نهاد دیگر به خاطر آنکه شفاف باشیم گزارش بدیم یا به کسی دیگر؟ ما مهم که حالا یک نفر اعضای پیمان ملی تاجیکستان یا اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا هر سازمان دیگر بیاد دعوا کند که من مثلا اعضا حقی سپرده ایستادم، در اینجا میخوام شفافیت باشد، تصمیمایی که رهبریت تصمیمای سیاسی میگیرد برای من آشکار باشد، شفاف باشد، این حق را دارد و طبق معیارهای قبول شده در این سازمان ها. اما اینکه ما بیایم با یک نفر دیگر با وجود همه احترام، بخصوص خودمون در یک شرایط پناهندگی، گریزگی، در حالت شدید امنیتی قرار داریم، بعد از ما هم همین رو طلب کنن که مثلا از من طلب کنن که خودت باید به خاطر شفافیت تمام جزئیات فعالیت کاریت را باید که با مردم آشکار کنی. خب من میگم برادری عزیز، حکومت تاجیکستان مخالفین را کشته ایستاده است، شهید عمرعلی قوت را کشت، شرافالدین گلدای را دزدید. به من معلومات اومده ایستاده است که علیه ما عملیات تروری راه اندازی شده ایستاده است، افسر امنیتی خودش اعتراف کرده ایستاده است. بعد اون طرف بیاد از من شفافیت طلب کند، یک کمی بی منطقی است. اما در سیاست های کلی بله، ما که شفاف گفته ایستادیم چگونه کشور میخواهیم، چگونه وطن میخواهیم، در این مسئله خیلی شفاف هستیم. سلامت باشید استاد. راستی خیلی ولی دو سه برادر هستند، یک ساعت بیشتر میشد که منتظر هستند، اونا را هم بگیریم. خیلی کوتاه ما به خاطر احترامشون کوتاه جواب میگیم، ولی در مجموع از 5-10 دقیقه زیاد نشد چون مردم خسته میشن. اون موعده که از دو زیاد نشد. مهاجر بفرما و بعد اون انتظاری. السلام علیکم اکا استاد، گفتنی هستم که همین میشه که خداوند شما را در سر وظیفه بیاره و از همین چین دیگه قرض نگیره میشه و همه امکانیت داره. بعد امکانیت داره که پارلمنت 500,000 دلاره یا میلیون دلاره نباشه و بگذار در یک تای بیده یک تای درخت همو چی مردم هم پارلمنتش انده شفاف شود. همه امکانیت داره که دیگه اخطای نگیره، مثل روغون یا سهمیه یا چی جمع کنیم که دیگه قرضدار نباشیم. امکانیت داره. سلامت باشید. امکانیت دارد برادر عزیز که ما از چین قرض میگیریم، از روسیه، از امریکا فرق ندارد. مهم که این در چارچوب منفعت‌های ملی باشد، شفاف باشد. و من در صحبت پیشینم گفته بودم که یک حکومت اجازت ندارد که 50% قرض خارجی را از یک کشور یا از یک بانک بگیرد. الکی بیشتر از 1.5 میلیارد اگر اشتباه نکنم قرض خارجی ما فقط از یک بانک چینی است که الکی تمام کارشناسای اقتصادی دنیا این را خطر به استقلالیت اقتصادی تاجیکستان اعلان کردند. حالا معنی نداره که ما اصلا باید از چین قرض نگیریم. از چین هم قرض گرفت، اما باید این را به حد گرفت که باید شفاف باشد و در برابر چین از دیگر کشورها میتوانیم که ما قرض بگیریم. اصلا ما باید پیش از همه سیاستی را راه اندازی کنیم که اصلا قرض نگیریم و باید تاجیکستان قرض بدهد. چرا باید قرض بگیرد؟ اینقدر طلا داشته باشیم، اینقدر آب داشته باشیم که در آینده که از ارزشناکترین مال در دنیا خواهد شد، اینقدر بایگری‌های زیرزمینی داشته باشیم، بعد بیایم بگیم که ما بیشتر از بودجه کشورمون از خارج قرضدار هستیم. این در مسئله قرض. در مسئله پارلمان برادر عزیز، حالا پارلمان تاجیکستان هم قدر پارلمان بای نیست، بیناهای با حشمت ندارد. فرق ندارد شما در زیر چنار میشینید، در زیر بید یا در یک قصر بزرگ، مهم که اونجا قانون قبول میکنید و منفعت مردم باشد، شفاف باشد و اون وکیل از طرف مردم انتخاب شده باشد. اما اینکه از طرف رئیس جمهور تعیین شده باشد و حالا فرق نمیکنه در سری سنگ هم بشیند و در یک بینای با حشمت هم ماهیتا دیگه اون نماینده مردم نیست و قانونهای مردمی هم قبول نمیکند. باشد. حالا انتظاری بفرمایید. سلام علیکم برادر محمد جان، سلام علیکم استاد.
استاد پیشکی بخشش که ما دویم که هر وقتی که با شما هم صحبت میشیم از اعتقاد با شما روبرو میشیم استاد درباره مقصد دمی چی گفتنی هستم که مسئله همین مبارزه مثال چقدر در دوره که در سیفویزه در حکومت بودیم از همین استفاده نکردیم گفتیم چند بارو بعد به مقصدی که خیلی گم با نظری که چی کردیم خفونشینی که گذشت ها کردیم که آدم کشی نشوه مثال خونریزی نشوه به همین خاطر مثال از سخنان شما معلوم شده از رفتار کار دیدیم که تو چندی کشتار زیاد چی در ترمل نوبات کشتن اورجنگ نوبات کشتن در راه آوردن چند کسا کشتن در دیگه جو چند برو خیلی مرده هاشی در درون داخلی وطن شدی بیرونش حساب نه به همین خاطر گفتنیم که مثال ایچی خفانشینی که هستیم که مردن نشود چی نشود تو چندی زیاد چی دسته یکون رای چوره نیست که مثال نسبتی همی کارو دیگر خفانشینی را دست چی کنیم پس سر کنیم مثال مبارزه را با دیگر نمود پیش بریم میخواستم در این باره فکر شما را استاد هم چون بخشش پیشکی میفهمیدم. سلامت باشه برادر عزیز. ببینید من به هیچ وجه طرفدار استفاده از سلاح خشونت جنگ نیستم. این را باید خود حکومت کار کند که این تغییرات ها بدون مردم مجبور نشود که دست به دیگه خشونت بزند و ما باید کار خود را فعالیت خود را در چارچوب رفتارهای مصالحت آمیز دوام بدهیم و من باور دارم مطمئنم که اگر ما همین روند بیداری اگر ادامه پیدا کردن گیرد علاج ندارد که در تاجیکستان تغییر نشود. انشاءالله به یگان خونریزی به جنگ این تغییرات خواهد شد به شرطی که ما و شما به همین تغییرات سزاوار باشیم ما و شما خودمون رو آماده کنیم و بعضی ها میگن حدیث هست بعضی ها میگن که نیست یک روایتی هست که کما تکونو یولو علیکم یعنی هر گونه که شما هستید بالای شما همون گونه حکم کرده می شود. امام علی رحمان یا لوکاشنکو یا یک دیکتاتور دیگر بالای مردمی آلمان حتی بالای قرقیزستان دیگر این گونه حاکمیت کرده نمیتونن. برای چی؟ برای که این مردم شهد آزادی را استقلالیت را و انسانی صاحب کرامت و با شرافت بودن چشیدن دیگر به هیچ کس اجازه نمیتین بعد هر 5 سال یک پرزیدنت رو عوض میکنن. اما ما و شما باید اعتراف کنیم که در نتیجه این ترس و شکنجه و این محرومیت ها مثل دیگر کشورهایی که دیگر جرأتی تغییر دادن یک رهبر رو نداریم بالای ما هم خیلی حکم کرده ایستادن. ما و شما بیاییم خودمون رو تغییر بدیم عوض شویم حتما اون عوض میشود. چگونه در تاجیکستان حاکمیت باید عوض شود که همون مردمی که از همه قشاق‌ترن از همه بیچاره‌تر است مظلوم است اونا خودشون تعریف میکنن راضی است باز میگه که شکرانه کنید که جنگ نشود فلان نیست خب دیگر پس اون سزاواری هم زندگی است سزاواری هم میگن حاکمیت دزد هست. وقتی که از 50% بیشتری مردم درک کرد که در این شرایط امروزه در عصر 21 یک انسان آزاد صاحب کرامت چگونه باید حکومت داشته باشد مطمئن باش که دیگر نه امام علی رحمان نه یگان کسی دیگر به مثل امروزه رهبری کرده نمیتونه دیگر. سلامت باشید استاد. 2 ساعت و 37 دقیقه شد استاد. همین سوال اخیر میدیم یک نفر چی کرده است که آیا شما تیارگی میبینید که مثلا وای یا کلمه های مثال و دیگر رو کم استفاده میبرید پیش از صحبت کردن؟ حالا ببینید نمیدونم اشاره این برادر به چی باشد. بعضن که بعضی انسان ها عادت میکنن در صحبت ها بعضی کلمه ها رو بیشتر استفاده میکنن. حالا میدونم حالا من شاید که وای استفاده میکنم یا یگان کلمه دیگر رو حالا با این برادر افغانستانی مونم ملاحظه خوب داشت که عادت شده است که مثلا امام علی رحمان میگیم رحمانوف میگیم ولی باید که آیسته دیگر اصلاح کنیم خود رو و امام علی رحمان بگیم. کسانی اگر که کلمات دیگر رو استفاده میبرن باید که اصلاح کنم ولی وعده میدیم که آیسته آیسته انشاءالله از این گونه کلمات از اینا کمتر استفاده میبریم و بالای نطق خودمون کار میکنیم انشاءالله.
سلامت باشین استاد. از همه برادرها تشکر میگیم که در اینجا شرکت کردن، با ما بودن در این وقت. از استاد هم تشکر میکنیم که واقعا خیلی 2 ساعت و 40 دقیقه شد با هم هستیم و ما بچه ها هم میگویم که شما دم میگیرید. استاد در همین سوال بارون کردن، شما ما دیگر به پرواز، ولی شما خیلی زحمت کشیدید استاد. تشکر زیاد برای صحبتتون، برای جواب‌ها و دیگر دوستان هم که سوال دادن و ملاحظه‌هاشون گفتند و اگر در آینده تلاش کنیم که از 1.5-2 ساعت بیشتر نشود، مردم هم خسته نشوند، بهتر است به فکرم. بله. خب استاد، برادرای عزیز بینندگان ارجمند، به همین برنامه ما به آخر رسید تا هفته آینده روز دوشنبه ان شاء الله. خدا یار و مدد.